ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Тамошобинони азизи гиромӣ, ҳамду ситоиш мар парвардигори ҷаҳонiyonро ки боз моро ба дидори ҳам расонид ва худоро шукр ки боз имрӯз мо бо ҳам суҳбат мекунем, бо ҳам машварат мекунем. хуш омадед ба барномаи Фардои Тоҷикистон, барномае ки дар бораи фардои кишвар, фардои ватан суҳбат хоҳем кард. این برنامه شما است البته و حتما هر نفری که میخواهد گفتنی داشته باشد و بگوید در این برنامه خواهد گفت. و امروز موضوعمون هم آزاد است. یک چند موضوع ها گفتنی های داریم اما صحبت آزاد است. میتوانیم درباره هر چیزی که دلمون کشید بحث کنیم، چون که چندین برادران و خواهران در تماس با ما گفتند که شما یک چند مدت است که صحبت آزاد نمیگذارونید و موضوعهای مخصوص میگذارید و ما نمیتوانیم مثل یک کارشناس و مثل یک متخصص درباره یک موضوع خاص صحبت کرده باشیم و ما هم حق بدهید که یک صحبت آزاد داشته باشیم و چیزی که میخواهیم بگوییم در این برنامه شما گفته باشیم. این میدان شما است، این منبر شما است، یعنی همین برنامه فردای تاجیکستان منبر آزاد شما است برای فردای تاجیکستان. یعنی اینجا هر یک نفر صحبت میکند، در صحبتش درباره فردای تاجیکستان صحبت میکند و درباره فردای تاجیکستان بحث میکند. بحث ما هم امروز باید درباره فردای تاجیکستان باشد، برای آینده نیکمان، برای آینده نیک فرزندان ما. امروز نسل نوی تاجیکستان باید وقتی که به وایه میرسد، وقتی که آنها به حیات مستقلانه قدم می‌نهند، با این باور نباشند که ما به جای آن که آنها را به حیات مستقلانه آماده سازیم، به جای آن که به نفرانی که به حیات مستقلانه قدم می‌دهند یک کشور آزاد، متمدن، پیشرفته را برایشان پیشکش کنیم، یک با سبب کارناشیمی ما، با سبب ناعهده برایی ما، با سبب بی‌پروایی ما و با سبب آن که ما نتوانستیم پیش رویم، با نسل آینده ما باز هم یک کشوری عقب مانده، یک کشوری که در آن جای کار یافته نمی شود، یک کشوری که در آن به آنهایی که به حیات مستقلانه قدم می‌دهند یک تحصیل خوب پیشنهاد کرده نمی شود، یک دانشگاه هایی که برای در آینده پیشرفتن آنها مساعدت کردگی باشد، این گونه دانشگاه ها پیشنهاد کرده نمیتوانید. در دانشگاه ها همه استادان دو چشمشان به جیب دانشجو است، درباره دانش پیشرفتی شاگرد فکر نیست، اندیشه نیست. دانشجو دانشگاه را تمام میکند، دیپلم را به صندوق میاندازد، خودش مهاجر به مهاجرت میرود، کوچرو. بچه مکتب را تمام میکند، میبیند احوال همین است، آنهایی که خونده شدن احوالشان همین است. پول صرف کرده چیکار میکند؟ دانشگاه رفته میپرتوید میرود مهاجرت. و این به کدام سبب است؟ به اون سبب است که این جرم ما است. این جرم ما است که ما امروز بی‌پرواگی ظاهر میکنیم.
از ما همیشه به همه کمبودی ها چشم پوشیدن ها و از جان خود ترسیده به خاطر امنیت شخصی و به خاطر تینجی امانی آسایشتگی خودمان که حکومت هم همین را طلب میکند از یکایی که من و شما، به همین خاطر به لب مهر زنیم و هیچ کاری نکرده باشیم و هیچ پیشروی نکرده باشیم، به همه کمبودی ها چشم بپوشیم. وقتی که به همه کمبودی ها چشم پوشیدیم، البته که کمبودی در جای خودش میماند. کمبودی که در جای خودش میماند پیشروی نمیشود، اصلاح که نشد و پیشروی که نشد، ما به نسل آینده چی میدهیم؟ باز همین مهاجرت، غلامی، دربدری، سرسانی. بله، حالا امروزها در روسیه از آخر ماه سپتامبر مسئله اپراسیونکای آفی قیدی بوده باش هم با آخر رسید. علیکه استردادها سر شده است. با ما چندین نفر تماس گرفتن علیکه که وضعیتشان خیلی بی‌زیب است، در بازداشتگاه ها قرار دارند. وضعیت این خیلی شده است و از جانب حکومت یگان پشتیبانی نیست. در تاجیکستان باشد چی؟ در تاجیکستان باشد حالا موسم غنوچینی پخته است. موسم غنوچینی پخته سرشته است. غنوچینی پخته ای که حاضر دهقان از روی گفت خودی دهقان ها پخته مصرفش به هر یک کیلوش 8-9 سومون درست می آید. فروشی پخته هم، نرخ فروشی پخته هم از جانب دهقان امروز همین است. به خریداران 8-9 سومون فروخته شده است. در یک سال 5-6 بار زمین رو چاپوق کن، زمین رو شودگار کن، رو کلتیواسیون کن و هاکزاهای دیگر و چقدر مصرف دیگر، به همون نرخ خریدی به همون نرخ میفروشی، به همون نرخ راست می آید، به همون نرخ میفروشی. هیچ فایده نیست. یعنی پختکار در تاجیکستان یک غلامی حلقه به گوشی مناپولیستانی ساحه پخته است. یعنی مناپولیستان یعنی همون یک اویله به دهقان همین خیلی فرمان داده موندگی است. حتما به این زمین پخته میکاری و پخته را جمع میکنی به من میدهی. تمام. یعنی دهقان چند پول صرف کرده باشد همون پول میگیرد یا نمیگیرد. اینش انیق نیست. اما احوال همین است. در تاجیکستان حتی از همین پخته که تخمینا به 190,000 گکتار زمین پخته کشت که 190-194,000 گکتار زمین پخته کشت کرده می شود، اجباراً مجبوراً باید کاریده شود. دهقان احوالش همین است. دیدید یکی از ساحه های مهم کشور یعنی ساحه پخته کاری است. پخته هیچی فایده نداره. دیگر چندین در چندین منطقه ها ساحه کشاورزی در حال رکود است چون آب داده نمی شود. آب دهان هم بعد از همه جا سوخته رفتن، بعد از گندم ها سوخته رفتن آب میدن. احوال همین است. وقتی که احوال همین هست، ما به نسل آینده چی داده میتوانیم؟ به همین احوال رویم، به همه این حالت ها چشم پوشیده رفتن گیریم. سال به سال گذشته رفتن گیرد. من 30 سالگی استقلالیت رو جشن گرفتیم با چی؟ با همین احوال. حالا همه را مجبور کننده کوچه به کوچه اسفالت کننده ایستاده‌اند. او بیچاره کمیته های محله میبینیم در ویدیوها در یوتیوب ها به مردم باز به همین مهاجران دربدر مراجعت کرده شدن که پول فرستید و کوچه ها را اسفالت پوش کنیم. به 30 سالگی استقلالیت پول فرستید ما کوچه ها را اسفالت پوش کنیم. به 30 سالگی استقلالیت همه جا کار چپ راسته. در حالی که مردم حدی مبلغ ارسالی مهاجران خیلی کم شده است. نسبت به سالهای پیشین و در حالی که کار یافتن و کار کردن های مهاجران هم خیلی مشکل شده است و مسئله قید بودی باش هم خیلی مشکل شده است. در همین حال از مهاجر طلب شده است که
فلان انشاءات را آباد کردن در کار است به 30 سالگی استقلالیت، کوچه ها را اسفالت پوش کردن در کار است به 30 سالگی استقلالیت و هکذا. یعنی چی میگویند در در مقال خلقی یک گپ است: تکه باشد و شیر دهد، فرق ندارد به اینها. همین پول را فلسطین تمام در همین حال قرار داریم. یعنی در تاجیکستان اینه که مثلا گریم گفته شود که حاضر مردم در حالت بینهایت وزنین است، باید نیکو احوالی مردم را بلند برداشت. وقتی که نیکو احوالی مردم بلند برداشته شد، شما مجبور نکرده بدون هیچ یک این خیل شعار پرتایی ها، بدون این 30 سالگی استقلالیت و هکذا ها، مردم خودش آباد میکند، کوچهش رو آباد میکند، در دیوارش رو آباد میکند. وقتی که مردم ندارد، وقتی که مردم به شکمش به ذخیره زمستانش مبلغ ندارد، در این باره ها اندیشه ندارد مردم. و حالا ببینید 10,000 سامان فرستان، 8,000 سامان فرستان، باید به 30 سالگی استقلالیت این خیل کنیم، به 30 سالگی استقلالیت آن کنیم. در همین حالت این مردمی که مهاجری که حالا درباره ذخیره زمستان فکر کرده نمیتواند چیکار میکنه؟ به ذخیره زمستان حالا آمادگی ندیده است. در این احوال قرار داریم. یعنی مرده زندگی میکنیم. یعنی برای فردا، برای پس فردا، برای سال آینده هیچ نقشه پیشرفت نداریم. هیچ نقشه پیشرفت نداریم. از 1000 نفر 1 نفر مرده زیسته، خوانده، مهنت کرده به یک جای رفته میرسد یا نمیرسد تعیینی. یعنی چی خیلی که 30 سال پیش بودیم همون خیلی موندیم. حالا ببینید 30 سال پیش متخصصانی که تاجیکستان داشت، زیاییانی که تاجیکستان داشت، امروز نداریم. یعنی از 30 سال پیش خیلی به عقب رفتیم. در به جامعه دادن متخصص، شخصانی حرفه‌ای، زیاییان، ما خیلی عقب رفتیم. کو همون 30 سال پیشتره نفرانی که در استحصالات کار میکردن، شاعر نویسندگان که نه فقط در تاجیکستان بلکه آبروی اعتبار در کشورهای اتحاد شوروی داشتند، حتی در افغانستان، در ایران شناخته شده بودند. در بسیار کشورها از گفته های آنها اقتباس می آوردند، از گفته های آنها استفاده می کردند. حالا چی؟ حالا ما چند چنین شاعر نویسنده داریم که در عرصه بین الملل از گفته آنها استفاده شود، از گفته های آنها اقتباس آورده شود. یعنی در 30 سال استقلالیت ما به عقب زده ایم. عقب رفته ایم. کو بازار صابر، کو لایق شیرالی دیگر، کو گل رخسار صفی دیگر، کو محمد جان شکوری دیگر که به حد آنها باشد. داریم امروز؟ نداریم. انا برای همین هم امروز ما در پیش نسل نورسی که سال از سال در جامعه چشم داشتشان از ما زیاد است، در پیش اینها ما مسئولیت داریم که با آنها یک جامعه برایشان آماده کنیم که آنها بگویند که در واقع پدران ما برای آینده ما مهنت کردند، برای آینده ما جان فدایی کردند، برای آینده ما لازم شود جانشان را قربان کردند. نه، ما
جان غنیمت ها، سر تیج هزار طلا گویک ها. بله، به خاطر گریختن از مسئولیت تک هزار برگ رشد میشویم تا اینکه ما را هیچ کس نبیند. چندین سال تا همین تینجی امانه آسایشتگی شدن، همه جا تینج شده برفتن. هر همین امام علی رحمان هم چند سال دیگه عمرش اکینا میمیرد میرود، بعد همین میبرایم گام میزنیم. او از امام علی رحمان شاید تو پیش میمیری. این امام علی رحمان حالا خودش رفتنی نیست، و جای این دیده شدیم شرایط چه خیلی شده آماده شده است. این چند نیویر چویرش آماده کرده شده است. اینها که رفتنی نیستن. بعد همین خیلی میمانیم ما دست نگری همین ها شده. اقلا اینها یک ذره به خاطر ملت کار کنند مایلش هیچ گپ نبود. اینها بغیر از کیسه خود و اویله خود تمام تاجیکستان در جغرافیای یک اویله تنگ شده است. میشینیم همین خیل کرده. بعد آیندگان ما، نسل‌های آینده ما درباره ما چی خواهند گفت؟ درباره ما آیندگان، نسل‌های آینده ما چی بها خواهند داد؟ ما در این باره آیا می‌اندیشیم یا نه؟ حالا در این باره می‌خواهم هر یکی ما فعال باشیم و صحبت خود را داشته باشیم. اینجا یک نفر میخواهند صحبت کنند. راستی نامشان دور و دراز است. سنگیمت بگماتویچ، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. موضوع درباره همه آینده تاجیکستان است. بله آینده تاجیکستان، بفرمایید. گفتنی هم که تاجیکستان آینده نداره. آخه تاجیکستان اویلوی شد، یک اویله گرفتش. او چقدر آینده داشته باشه؟ برادر ببینید، من میگم تاجیکستان آینده دارد به شرطی که ما به آینده تاجیکستان باور داشته باشیم و محنت کنیم. مثلا برای پیشرفت تاجیکستان عادی‌ترین کاری که باید کرده شود این است که مردم به گپ درآیند. اقلاً صدا بلند کنند. ما اگر همه خیلی خب کنیم بریم، ما آینده نداریم. حاضر تاجیکستان یک اویلوی شیعیه. ما فقط همی اویله را اگر چی کنیم از تاجیکستان، بعد ممکن که ما بعد تاجیکستان رو عبود کنیم. حاضر در دست یک اویله اگر همی باشه تاجیکستان آینده نداره. اگر همی باشه یک اویله در دست یک اویله چخیل تاجیکستان همه اینجا گریخته مسکوه اومده استن، همه مهاجر شده، نه معلی مونده است نه چیش مونده است، همه همی سومه است دیگر. در اونجا کار نیست، سون نیست، اویله کشپه است، زندگیش نمیره و مجبور بخیزه بیا همی سسینی رسیه بیا. اگر همی باشه ما آینده نداریم. تمام فقط همون تاجیکستان همه میبرویم یا همون اویله چون همونجا میستن، بعد هم اویش که نمیتونه برومه همونجا خیلی غلام عقب برگوش میشه و میسته در همونجا. بله درست است. حالا سعدالله رو بشنویم. سعدالله چی اندیشه داشته باشند؟ سعدالله. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا شفقت بعدم ببینم. رانده تاجیکستان برادر خوب حرکت دست امو دیگه خوردستان خویدستان چیکار کردستان امو کردستان. مقصد ما باید امروز مون فکر کنیم تا آینده را فکر کردن. امروز که ما یک جا شدیم، امروز که ما از یک گیرو سر برآوردیم، ان شاء الله بعد آینده ما معلوم میشه. وقتی که ما شیشتیم آینده فقط فکر کردیم امروز شیشتیم، فقط امروز ما شیشتیم آینده فکر کردیم چی میشه. مقصد امروز باید امروز فکر کنیم که آینده معلوم شود. بعدا باز در موضوع دیگه وقت ما میسی صحبت کنیم. اگر اکا همین میبرویم بسیار همین چاپلوسه و بسیار چی در همه برنامه مخالفه میگم. مقصد نه اکا شفقت
استاد محمد اقبال از دیگرو را برادر گروه 24 که شما چیکار کردین که یک اقلا یک کارتونه بگیم برای هم دولت یک خدمتونه که شما مقصد پسپورت کلده ما پس میزنید مقصد اینا ما یک نوع گفته که خیلی برادر گفتگی این آیت الله اخیر میشناسید شوخی حضرت اما میشناسید یا چوپلوسی کلدام کلبسه اوزام کلبسه نام گرفتگی اما از پشت دولت از پشت همینها برزید مخالفا گپ زد بودن چخیلی که استاد خیلی استاد محمد اقبال بودن صبح پیش کردن مقصد در امنیت وقتی که از پشت او گپ زنید برای صبح کتنه مقصد قصف و عذاب بوده این آدمایی که مقصد مخالفن با او بچه هول میگذره با همه قدر چی نگاه نکرده یا خسته استن شما را بیدار که استن خلقا مقصد فهمونده استن که ای خیلیه ای گپ ای خیلیه مقصد همه خیزبان نیست برای خلق برای آزادی برده استن خلقا همه خیزبان نیست با چی خدمت کنه همه قمتونه یگان کسول یگان شد کارتای نکرده برای مخالفو که یوردم کنه برای یک کامera استاد اکی عزیز که از خلق یگان کس یگان چی نخواست از موجی رو مقصد مثال میگم که برای یک کامera استاد مقصد چند قشید پرابلم ها برای همون کامراش مقصد یادوار کرد یک از فکر نمیکنه کس نمیخیزه بوده که یک شاتوی کنیم یا چی کنیم برادر یونس یا برقای کرده بود با میخیزم میگن شما چی خدمت کرده این به پل عشاتی خودشون از حساب خودشون مخالفا همه که خدمت کرده میتونه بله بعدا یگان سوال باشه یگان چی باشه مدرن جواب بگیم شما سوال هم نداریم مثلا گریم همچون یک شهروند تاجیکستان با فکر شما همچون یک شهروند گریم پروفسیونال نه یعنی تخصصی نباشد هم اندیشهتان همچون یک شهروند برای پیشرفت تاجیکستان چیکار باید کرد با اندیشه شما برای پیشرفت تاجیکستان مقصد ما از جمله ما اینا جوانای ما خودم 23 ساله هستم جوانا اوجه غلامای دیوم نسل میشیم هم خلاص برادر صفا بله غلامای دیوم نسل میشیم برای یکم خدمت کردگیمون خیلی پسر استاد محمد استاد کبیر قای کرد و از اون الف باها از اون کتابایی که فرزندای ما جیانای ما گودکا مقصد در مکتب نو درس سر میکنن از همون کتاب ها باید رسمی کلده ما گم کنیم از همون کتاب ها باید رسمی کلده ما گم کنیم که مقصد یک این هم یک پیشروی ها گوی میکنه کتاب ها یکم رسمی همون ها چی میشه از همون کتاب ها باید گم کنیم باز مایده بود انشاءالله با هستم برادر با هم هستن که بله درست فردوس بفرمایید فردوس شما چه اندیشه دارید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله اوضاع من میراد شما با هست صداتان فکری عقیده من چی ما گپ زنم برای این پیشوا یک پسوی این تماما نفرانی هستند که سیاستمدار هستند سیاست شناس هستند کارشناس هستند و هاکذاها از آنها پرسیده می شود که برای پیشرفت تاجیکستان چی باید کرد آنها میگن این خیل باید کرد مثلا گریم کشتی غله را زیاد کرد و کشتی پخته را کم کرد مثلا گریم یا اینکه برای کم شدن صف مهاجران در تاجیکستان جاهای نوی کاری آفرید و چگونه باید آفرید آنها همین خیل میگن به نظر شما برای پیشرفت تاجیکستان چی باید کرد یعنی یکی یگون گفتنی هستید ما میلاد این در دست مایه ما باید گپ زنیم ما وقتی که در سیاست اگر گپ که نزنیم خطاگی مثال دولت این پیشروی هم نیسته این چیز هم این خیلی گپ زنم پگه ما در علاقه در پیش خداوند هم جواب میتیم که برای چی کمبودی این دولت گپ نزدیم مثال این همه دوازی نمایان همه میدونن که مثال این دولت озیر چی شدگی مثال دولت تاجیکستان монополия شدگی اویلوی شدگی به آخره این همه امامعلی رحمان خودش برآمد گفت که این وایش در آخرون گپ شده که
ба давлату сиёсат кордор нашавед, ки мисол ба ҷавобгарӣ кашида мешавед дар назди қонун. Билохира ҳами вайши 19 сакада уже ҳами че гап занам, ҳами маҷбур шида ҳами гапа гуфтам. И аллакай мо ира ҳами миллат бедор шидеста, ира мо як тревога додем шада, мисол тревога додем ша, и уже ларзаш қапидагия. Ана мо бояд ози хомӯш набистем, вақте ки бо ақиб занем, мисол миллат хела бедор шидагия. Ақиб занем, и будонем ки и минусаи моя мо чанд сол ақафо мерем, насли ояндамонам чӣ мешавад. Мо бояд як гапа бошем. Мара мози муҳоҷирам, мисол мо ҳамамон рӯз то рӯз омадестем, мисол бадтар шидестем, беҳтар не. Хубаш вақте ки мо хумон агар чизи хумона иваз накунем, тақдири ояндаи хумона худо иваз намекуна. ира درست. мора намекуна, мисол. давом медем. Занги WhatsApp алло. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Акай Шавкат шумо саломати хуб? Алҳамдулиллоҳ. Умедворам шумо ҳам хуб ва сиҳат ва саломат бошед. Иншоллоҳ хубем бародари азиз. Бародар як навор роӣ мекунам, агар имконият дошт дорем дар ин WhatsApp. Дар ҳамин WhatsApp бифармоед, партоед. Мемонаму роӣ мекунаму як камтар гарм шавад, баъдан монед ки то ки миллат фаҳмад ки чӣ гап аст дар ватани. Малаш партоед, ҳаминҷо гарм мекунем. Хоб. Ҳозир ман мепартам ака. Хоб. Малаш хуб. То партофтани бародар Ҳоҷибек гап занед. Ҳоҷибек, микрофонатонро фаъол кунед. Ҳоҷибек ҳастед? лутфан микрофонатонро фаъол кунед. Ҳоҷибек. Алло. 08 TJK ها WhatsApp партофтед, ман дидам, яъне шумо YouTube партофтед, бале? ин дига кас. Алло. Алло, ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дар пахши мустақим бошем. Бале, шумо дар пахши мустақим ҳастед. умедворам сиҳат саломат ҳастед. Ташаккур ба шумо. Умедворам шумо ҳам хуб сиҳат ва саломат бошед. бале, раҳмат. Кӯтоҳ гап дорам, ду ҷумла аст. Малаш бифармоед. бисёр суҳбатҳои хуб медоред. Медонам мо тоҷикони бумии Ӯзбекистон ҳастем, лекин албатта барои Тоҷикистон, барои мардуми Тоҷикистон дилсӯз ҳастем, барои халқи тамоми миллатҳои Тоҷикистон. вақтое ки лаънатиҳои чоплусо мебироянд, аз иқтисоду аз дигару аз балаву тар суҳбат мекунанд, шумо як чанд мисолҳоро пешниҳод кунед ё ки пеш биёред ки нафақаи пиронсолони Ӯзбекистон чӣ қадар баланд аст, нафақаи кӯдакон, нарху навои озуқа. ин лаънатиҳо бисёр руш мегӯянд, ҳамин тамоми мо зиндагии мо созай. ин ҳамин чизҳоро шумо пешниҳод кунед ки донанд. ана баъд якумуш, дуюмуш хостам бигӯм ки мо халқи бигӯем оддитарини Тоҷикистон, халқи меҳнаткашу шукраш нест. бо ҳамсоя дӯстӣ мекунанд. ҳастанд лаънатиҳое ки патям чоплусо Ӯзбекистон инаш аз они моя, ӯш аз он моя, ба ҳам сари тоҷикои моро вайрон накунанд. мо тоҷикои мо ҳама вақт тарафдори халқи Тоҷикистон аст. тамоми халқи Ӯзбекистон барои тарафдори халқ аст, на бо чоплусо. ин ҳамина гуфтани хостум. сог бошед дӯстони азиз, раҳматони худо дар коротон барор. Зинда бошед. Кӯтоҳ ва мухтасар ва яъне далолаткунанда ба мавзӯъ. ташаккур ба шумо. 08 TJK бифармоед. ҳастед? рафтам. бубинед дӯстони азиз, бисёр нафароне ҳастанд дар байни мани шумо ки мо аз назарҳо дур ҳастанд, вале ба ҷомеа зарур ҳастанд.
فکری آنها، نظری آنها، شخصیت آنها، بودن آنها به جامعه، به پیشرفت جامعه نهایت ضرور است. به این حکومت امروزه ما پروا ندارد. اما در زمان امروز یک ضرورت پیش آمده است دوستان عزیز. این ضرورت چی است؟ این ضرورت این است که هر یک نفر باید در عصر امروز خاموش ننشیند، باید از خودش درک دهد، از هنر خودش درک دهد، هنرهای خودش را رکلام کند، به نمایش گذارد، به هنرهای خودش خریدار جستجو کند. تنها مثلا گریم بعضی نفرها یک استعداد دارند که یک استعداد فوق‌العاده است، در دیگران این استعداد نیست. شاید برای این استعداد خریدارهای زیاده باشند، طلبگاران زیاده باشند، لیکن این نفری که این استعداد را دارد خاموش است، در خانه است، در یک دهات است، در یک دهات دوردست است، کسی او را نمیشناسد. این نفر باید چیکار کند؟ باید از وسیله های عصر امروز برای خودش را رکلام کردن استفاده کند و خودش را به جمعیت بشناساند و از خودش گپ زند، از هنرش گپ زند، هنرش را نشان دهد. حالا ببینید در شبکه‌های اجتماعی چقدر نفران از هنرها، حتی از درباره کودکان، از گپدانی کودکان، از کارهای فوق‌العاده‌ای که کودکان اجرا میکنند به نمایش میگذارند. این چرا نشان میدهد؟ این اون را نشان میدهد که یک کودک در شبکه‌های اجتماعی هنرش چرخ میزند و بسیار نفران درباره این کودک مصلحت و مشورت ها میدهند برای این آینده این کودک، برای کار کردن. میگن که این کودک این خیلی استعداد داشته است، باید برای این کودک این کار کرد، برای این کودک آن کار کرد. و از وقتی که از این گونه مشورت ها استفاده برده می شود، این کودک تا رفت ترقی کردن میگیرد، تا رفت هوشمند شدن میگیرد و در آینده یک کادر خوب برای جامعه می شود. انا برای همین هم باید از بالای خود کار کرد و دور از جامعه نبود. رحمانوف استعفا بفرمایید. رحمانوف استعفا هستید؟ بخشش گناه بفرمایید. سلام علیکم اکا شوکت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا جان من نام بخشش گناه نوشتم. امی مقصد امی در تاجیکستان امی افی چیش میگن زلاتوی امیسا میگن افی تیلایی. افی تیلایی. امی در مقصد شما باوری دارید که امی محبوسای مقصد سیاسی و مقصد امی او را آزاد میکرده و شانه و جنایت های مخصوصا وزمین صادر کرده. یگان نفر عفو نشد. یگان نفر زندانیان سیاسی عفو نشد. فقط دوست، قلاب، غارتگر، زمین فروش همین ها. نه اکا شوکت. باز میشد من مثال من دو تا زندانی دارم در تاجیکستان. که برادر عزیز این عفوی که امسال شد به نظر شخصی من با دو مقصد بود. یکی، بعد از این عفو باز در تاجیکستان تعقیب از پی دینداران، از پی آزاداندهشان زیاد می شود و زندانی کردن ها زیاد می شود. برای این آمادگی دیده شدند و جای را باید خالی کنند. یک. دویم، نشان دادن به جامعه بین المللی که اینها زندانیان را آزاد کرده شدند. یعنی در اینجا یعنی تاجیکستان، حکومت تاجیکستان یک حکومت گومانیستی است، این را میخواهند نشان بدهند. دوی مقصد این است و برای همین مقصد هم اینها خیلی کار کردند. چقدر همین سال برای شمار عفو شدگان را زیاد نشان دادن، با مردم دگوار کرده، با مردم شرط بسته، چقدر رو برده کمی کمتر میایستیم میبروی، کمتر میایستیم میبروی، هیچ کار نمیکند. با همین تمام دیگه از پی کارت بشوی گفته چقدر مردم رو برده فریب کرده، برده زندان کرده. اصلا خود همین سال از روسیه هم ده ها نفر، صد ها نفر رو برده زندان کرده، بعد عفو کردن. خود همین سال
یعنی با جامعه بین المللی نشون نه داده مثال ها 16000 15000 14000 13000 12000 نفر رو آف میکنن، حالا که در تاجیکستان باشد 12 13000 زندانی است. بفرمایید. فهمیدم. بعد من مثال اکا شوکت من رو پرسیدن دیدم که مقصد من خودم هم دو تا زندانی دارم نه در تاجیکستان، یکی برادر من یکی پدر من. مثال همیا جنایت های مخصوصا وزمی صادر کردگان عربی قانون بگیرن، مثال رسیدیو میگن، مخصوص میگن با زبان روسی مقصد رسیدیو میگن، پفتری نیز جنایت صادر کردگان. مثال ده مثال یک بار هم کار کردگان شیشتگی برآمدگان بود، دیوم بار هم کار کردگان ده مثال همیا 2019 سال ده اگر بیاتون باشه اف شدگی بود افغانه ایورا مقصد سرقانون این کشور میگه که یا آدمایی که جنایت های مخصوصا وزمی صادر کردن یا باید اف دقیق چی نشوند تبدیق نشوه اف یا ده یا مخصوصا وزمی صادر کردگان جنایت مثال ده. لیکن همین 2019 سال هم مثال برادرم هم پدرم مثال 4 سالشون کم کردن، همین 3 سال 10 ماهشون کم کردن هر دوشون. همین در شما چی نظر دارید؟ چی گناه کردگی هستن؟ جنایت های مخصوصا از بین 104 قسمی 2 249 قسمی 4. شخص های سیاسی بودن؟ نه؟ شخص های سیاسی بودن؟ نه سیاسی نه، همین ابیش نی عادی شهروند بودن. همین حالا همین نفرانی که شما گفته شدید آزاد شدن، اگر نه آزاد نشدن. نفهمیدم. آزاد نشدن؟ نه آزاد نشدن. مهلت ما امید داریم که همین عفو میکردگیشون آزاد شوند. 4 سال مهلت حبسشون کم شد؟ 2019 دا کم شد. از این پیش عفو شده بودن، بله؟ 2019 بر. بله. ببینید اگر نفرانی که سیاسی نیستن، گفتی رئیس جمهور که با سیاست کاردار نشو، با سیاست که کاردار شدی طبق قانون جواب میدی. قانون همین قانون امام علی رحمان است. برای چی؟ برای اون که با سیاست کاردار شدن وظیفه شهروندی هر یک شهروند است. با سیاست باید کاردار. اما امام علی رحمان میگوید که با سیاست طبق قانون جواب میگیری. کدام قانون؟ همین قانونی که امام علی رحمان داره. یعنی صدای امام علی رحمان، خواهش امام علی رحمان از قانون در تاجیکستان بالا میایستد. نه برای همین است. اکنون برادر عزیز، اگر نزدیکان شما که دویم بار عفو شدن، برای عفو شدن که برای اون عفو شدن که ببینید یک بار رو همراه گوش کنید. منه آدم عقل داره، سواد داره، هیچ وقت پیرو یگان رویه های بیگانه نمیشه. شکرانه اینمی سرزمین کنیم، آب و خاک کنیم، شکرانه کنیم که آزاد است. میخوایم بریم مسجد نماز مانه میخوانیم، میخوایم روزمانه میگیریم، لیکن با سیاست با کار دولتداری مداخله نمیکنیم. کردی در نزد قانون جواب. با سیاست مداخله نکنید. این حرف رئیس جمهور. هر یک شهروند باید با سیاست مداخله کند، با کار دولتداری مداخله کند. این وظیفه شهروندی است. طبق قانون باید در معرکه های سیاسی باید شرکت کند. این میگوید مداخله نکنید. اگر برادر عزیز که گفتید پیوندان من زندان شدند و عفو شدند، اگر گفتید جنایت های وزنی صادر کرده بودند، ببینید جنایت های صادر کرده پیوندان شما اگر بالفرض به مثل ابرهای آسمان می بودند، دو زمین را آفتاب را می پوشاندند و زمین را تاریک می کردند، به مثل وزنشان به مثل وزن کوههای تمام سیاره زمین می بود، فقط به سیاست کاردار شدگی نمی بودند و یا اینکه به کارهای دولتداری مداخله نکردگی می بودند، 1 ساله 2 ساله 3 ساله به مرحمت و
лутфу карами ҷанобашон гирифтор мешуданд. барои ҳамин бародари азиз дар тоҷикистон ҳамин хел гуфти эмомалӣ раҳмон ба сиёсату давлатдорӣ бояд мудохила накунӣ. чӣ гуфтани гап аст? ин гуфтани гап аст ки вай қонунҳое ки ҳаст ки бояд ҳар як шаҳрванди тоҷикистон дар маъракаҳои сиёсӣ ширкат кунад, ҳар як шаҳрванди тоҷикистон ҳақ дорад ки дар умури давлатдорӣ ширкат кунад, дар умури давлатдорӣ бояд бошад, саҳм гузорад. ин гапҳои қонунро як тараф монед. бояд гапи ҳамин эмомалӣ раҳмон бошад. қонун ҳамин аст. ҳоло ин бародар пурсида истодан як видео ирсол кардан, намедонам дар бораи чи аст. гуфтанд ки тоҷикистон обод аст, мегӯянд як бор ба мардум нишон диҳед ки ободӣ чи аст. ман ростӣ наворро тамошо накардам, аммо бародар хоҳиш карда истодам биёед бо ҳам бибинем ки навор чи аст. аз инҷо лутфан моро баланд кунед. аммо бародар хоҳиш карда истодам биёед бо ҳам бибинем ки навор лутфан моро баланд кунед. хоҳиш карда истодам биёед бо ҳам бибинем ки навор ҷойи зисти Бахтиёр Тоҳирови 43 сола дар сармову гармо ҳамин макони нимавайрона аст. шабҳои тирамоҳ то рафт сардтар мешавад, вале ӯ илоҷи дигаре надорад. ҳоло дар сармову гармо ҳамин макони нимавайрона аст. шабҳои тирамоҳ то рафт сардтар мешавад, вале ӯ илоҷи дигаре надорад. چی دیده است؟ سرش دیگه اینجا. من خودم از نو سر دادم. از پی درآمد بیشتر شد ولی کاردهندگان بعدی او را فریب دادند. اکنون بیکار است. از پی درآمد بیشتر شد ولی کاردهندگان بعدی او را فریب دادند. اکنون بیکار است. از پی درآمد بیشتر شد ولی کاردهندگان بعدی او را فریب دادند. اکنون بیکار است. سرش دیدی برو. سرش دیدی برو. بختیار میگوید مبلغی که از جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی به دست می‌آورد به گرفتن خانه اجاره نمی‌رسد. به اداره‌های دولتی برای به قید گرفتن و با سرپناه تامین کردن باری هم مراجعت نکرده است. او میگوید در این سختی‌ها به بیماری ورم معده گرفتار شد، ولی طبابتخانه‌ها راضی نشدند به او رایگان کمک رسانند. این حالت بختیار را ناامید و میل او را به کفتن در اداره‌های دولتی گم کرده است. در گوشم ترکان درآمده کو یک ماه در گوشم ایستاده ترکان پول ندارم یگان دکتر نمیگیرم ترکانه از برای خداوند گپ دستم بیستم نیست خیلی اردم که امیر را بگی نمیگیره شب درست خوابم ترکان قرقر کیسه در گوشم چیکار کنم آخه؟ عبدالکریم سیف‌الدینوی 67 ساله نیز 30 سال پیش بعد فوت همسرش از یک دهه دوردست به اینجا آمده و با این حال دچار شده است. او نیز مثل بختیار زندگی همسان دارد و پیشش جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی است. آنها در یک روز 30 یا 40 سامانی معادل $3 آمریکایی کار میکنند. اینجا همراه کی زندگی میکنید؟ چند نفر شما؟ مثلا اینجا شرایطش چه زمستان؟ خنک و نیست نه؟ خورد و خوراکتونه کی میبیارد یا کی یاردم میکنه؟ نه اگر شد
جامعه شهروندی تلاش دارد به چنین آدمان کمک کند. آخر ماه سپتامبر سازمان دیار با کمک فاند ناتبنه و دیگر اختیاریان یک تحقیقات معین کنی شخصان بی سرپناه در ولایت سوغد را معرفی کرد. خب برادری که این نوار را فرستاد بخواست است به فکرم که همین افعال نفرانی که بی سرپناه ماندند اینها را نشان بدهد. به نزدیکی رسانه شده بود که تنها در ولایت سوغد رسما یک نفر را همچون یک شخصی که بی سرپناه مانده به قید گرفتن، اما در اصل زیاده از 500 نفر طبق یک تحقیقات به عمل آمده زیاده از 500 نفر در کوچه و خیابان ها زندگی میکردند در تاجیکستان، یعنی بامش ها در تاجیکستان. علاقه تعداد بامش ها در تاجیکستان زیاد شده است. این خیلی نگران کننده است. حالا چند نفر اینجا به برنامه وارد شدند. آیت الله خوش آمدید، برادر بهادور و یک نفر دیگر نامشان رو خوانده نتوانسته شدم. خوش آمدید برادری که در پهلوی من هستید. بفرمایید برادر. برادر سلیم جان سلامت باشید، بفرمایید. سلام علیکم اکا شبگو جان، شما خوبه؟ سلامت انشالله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلیم جان خوب آمدید. او شناختم. خوش باشید، سلامت باشید. مخلص شماییم. دیدم که صحبت آزاد است، گفتم اشتراک کنم تا فکر و اندیشه های خود را برای مردم، برای عزیزان دل برسانم که اینجا موضوع آینده تاجیکستان است و ما جوانان که میگویند آینده تاجیکستانیم و من این را سبب دانستم که از این روز دیده آینده خودم را سازم. من پیشتر فکر میکردم که این مبارزه، این سیاست کاری ما نیست، کاری پدران ما است. چون من سال تولدم 94 است، بگم به قول تاجیکا سالهای 1900 جنگ تولد شدم و این جنگ همون جنگی هست که پیشتر بود و تمامی همون است و من فکر میکردم که نه، این جنگ من نیست، این جنگ پدران من است و من باید انتظار شوم که تا این جنگ تمام شود و مبارزه نوی خود را شروع کنم. اما امروز دیدم که به خلاصه رسیدم که برای آینده فرزندان من، اگر من باید فرزندی آینده‌ام رو فکر کنم، آیندهش رو از امروز باید سر کنم تا آینده آنها رو توانم ساختم. اینجا چند مشکلی هست که من یعنی مشکلیات زیاد است. من همون چیزایی را میگویم که مردم آنها رو میگوید، اما با یک مشکلی، با یک مسئله ما میدانیم که به شمار نفرهای دنیا نظر هست، یعنی هر کس نظر خود را بگوید بازم کم است. به همین خاطر است که همه بگم با چی دارد، نه آزادی بیان برای همه اولویت شناخته شده است در جهان. به همین خاطر من بعضی فکرهای خودم را میخواستم در مورد مسئله های امروزه جامعه و فردای آن بگویم تا این دردی که دل من هست بتوانم یک ذره خالی کنم. من کتاب جورج آرویل را خوانده بودم که باغچه حیوانات نام داشت. راستی به زبان ترکی خوانده بودم، شاید به زبان تاجیکی یکم نام این کتاب فرق کند، اما اونجا تقریبا همین مسئله تاجیکستان رو بگم شوروی نوشته شده بود، اما در صورت حیوان ها که چگونه حیوان ها کودتا میکنند و انسان ها را از فرمه میرانند و حکمرانی فرمه را به دست خود میگیرند. این مسئله، این شبه آوردن این کتاب الان در تاجیکستان دیده می شود که چگونه یک عده، یک زمره خران در سر حاکمیت ششتند، چگونه سگان خود را به طرف مردم فس میگویند، مقصد سر میتیند تا اونها را پرخاش کنند، تا اونها را نمانند که گپ زنند.
یکم پیش ویدیوی مقصد امام علی رحمان رو دیدم که چگونه میگوید همه کار را کنید اما با سیاست دخالت نکنید. من اون روزی که همین فکری به سر آمد که من باید با سیاست دخالت نکنم، به همون روز نعلت میفرستم که من این فکر رو نباید میکردم. یعنی هر چیز زودتر من باید به سیاست داخل میشدم تا اینکه یک ذره باشد به مثل یک مورچه برای مقصد روند این روش جامعه تاثیر خود را رسانده باشم. این است که ما امروزها شغال ها رو میبینیم، بعضی خوگ ها رو میبینیم که خودشان از دست همین خران در سیاست ششته‌اند، خودشان در عذابند، باز مردم را دوچار گمراهی میکنند که در روی مردم خصم میپوشند که نبینند مشکلی ها رو، که این مشکلی ها اگر نمیبود برنامه شما و یا اصلاح تیوی و یا ازدا و یا بامداد و رادیو آزادی اصلا از کار میموندن. اصلا باید شما برنامه نمیکردید. امروز بله روزها که هر روز شما برنامه میکنید، هر روز بیننده های شما زیاد میشود، 4-5 ساعتی شما را تماشا میکنند، این معنای را دارد که مردم درد دارد. و من هم خلاصه همین دردها را تنها در رحمانوف میبینم و در حکومت اون میبینم که یک زمره خران، یک زمره بوزان، شغالان، سگان و خوگان آمدند از دست این حاکمیت عذاب میکشند. من در اینجا دو مسئله را میخواستم برای مردم آشکار کنم، یعنی روشنایی اندازم. مسئله قوت و قدرت است که امروزها میگویم قدرت در دست امام علی رحمان است. من میگویم امام علی رحمان فقط یک قوت دارد که اونم قوه حربی است، قوه نظامی است، قوه KGB است، قوه نمیدونم وکیده است، گایی است، دیگر قوه ها. ولی قدرت در دست مردم است. قدرت این ایمان مردم است، قدرت این باوری مردم است، صداقت مردم است، صمیمیت مردم است. و از همه مهمش که جمع می شود همه اینها وکالت مردم است که امروزها این حاکمیت دزد و غارتگر وکالت مردم رو از دستش دزدیدند و دارند مردم رو به چهرهشون خصم میپوشند که این وکالت مال حق کرده ایمان است، وگرنه این وکالت رو اونها دزدیدند. چون این وکالت رو ما سال 2010 دیده بودیم که چگونه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان داده بودند مردم، اما این وکالت به دست این حزب نرسیده، این حاکمیت اون رو از دست اینها دزدید. و من یک پیشنهادی برای مردم، برای آینده مردم دارم که دوباره قدرت خود را به دست بگیرند و این وکالت را از دست این حاکمیت بگیرند و به دست مخالفان او بدهند و پیش از دادن این وکالت به مخالفان، گوشی مخالفان را یک بار بکشند و بگویند که این دفعه وکالتت رو گم نکن، وگرنه شتای مقصد سختری خواهی خورد. چون یک مشکلی که مخالفان کردن از نظر من این خوشباوری آنهاست، ولی هر کس میتواند گفته که مخالفان چی کمبودی و چی خطاگی هایی کردن، اما از نظر من یک کمبودی بود، این هم خوشباوری. این خوشباوری بود که وقتی بعد از صلح آشتی 30% حاکمیت دست بود، با این خوشباوری اما من اینجا به شما یک سوال دارم. گفتید که حالا میخوام بفرمایید. از سیاست بیشتر باخبر باشم. شاید خیلی وقتی که این اقدام شد فکر میکنم خیلی از سیاست هم باخبر شده اید. به فکر شما آیا یک حزب سیاسی که وظیفه اساسیش یا مقصد اساسیش رسیدن به قدرت است، آیا میتواند تا این حد خوشبین باشد که او را به شکست برده رساند؟ البته نه، اینجوری نیست. ما که ملتش جنگ دیده هستیم و ترس ما همگی از این بود که جنگ دیگری شروع شود و ما چگونه ای که میبینیم حکومت ما هر روز جنگ رو بر روی مردم این نوارها رو میگذارند که از ترس همون جنگ گذشته مردم رو میترسونند تا جنگ دیگری نیاید. این خوشباوری نباید یک سیاستمدار یا که حزب مخالف خوشباور باشد. نمیدونم از روی چی این کمبودی است. شاید نظرم رو گفتم که از روی اون
بار دیگر جنگ نشود و هم این از یک نوع فداکاری است، یک نوع از خودگذری است. ما شاید خوشباوری میگیم، شاید مسئله این خوشباوری هم نباشد، از خودگذری. خوب ببینید برادر، در سیاست مثلا گیم حزب سیاسی، احزاب سیاسی در سیاست یک حکومت مسابقه میکنن، پیشتازی میکنن تا اینکه به هدفشان رفته برسن، یعنی به حکومت برسن، به قدرت رفته برسن. شما ببینید فرض کردیم دو کمانده با همدیگریش فوتبال باخته شده است. حالا شما درباره از خودگذری گفتید، دو کمانده با همدیگریش فوتبال باخته شده است. همین مثلا گریم دروازه‌بان میتواند از خودگذری کند؟ درست خیلی کردید. دروازه‌بان به چی برده میرساند؟ ببینید اکای شفرت جان، ما برای ما مسلمان ها شناختن وقت فرض است. ما الان در وقتی مثال نماز عصر هستیم، نمیتونیم نماز شام را خواندن. این گونه ما مردم تاجیکستان الان تیار نیستیم که اگر مخالفان میخواستند در اون وقت پشتگیری میکردن و دعوا میکردن این وکالت رو از دست حاکمیت بگیرند، مردم تیار نبود که پشتیبانی مخالفان شود. اینجا مسئله اساسی دستی مردم است که آیا گوش مخالفان را بکشد، تربیت کند. مردم باید حاکمیتش را تربیت کند، حکومتش را تربیت کند. امروز همین جمله را میخواهم بگویم. امروز مردم ما اگر مردم ما روشن میبود، فکرش روشن فکر میبود، آگاه میبود، هوشیار میبود، حتما دعوای آن را مخالفین میکردن و میدونستند که در پشت آنها مردم هست. و اینجا اگر درست سلیم جان، حالا یک زنگ از واتساپ آمده شده است، زنگ رو قبول کنیم، باز بحث رو دوام بدیم ان شاء الله. الو، تشکر. حالا بحث رو دوام بدیم. الو، السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آوازم خوب است برادر؟ بله بفرمایید. برادر جان، من از ازبکستان هستم و میخواستم فکر عقیده خود را اویدی سیاستی که در تاجیکستان پیش گرفته شده است فکر خود را ابراز نمایم برادر. بفرمایید. من در یکی از دانشگاه تاجیکستان قریب 1 سال خواندم و دیدم چگونه نوعدالتی ها هست برادر. یکمین چیزی که من شاهدش شدم و اشتراکچیش نیز بودم، این کروپسیا برادر عزیز. کروپسیا به درجه عالی از برادر در دولت که شما زندگی میکنید. برادر در دانشگاه من خواندگی زیاده از 90% معلمان با کروپسیا مشغول برادر عزیز. با بعضیشان همسخن نوشتم، میگفتن که من 1,500,000 سومان معاش میگیرم و قریب 1000 سومانش را به کوارتیر پلاتم میدهم. من فرزند دارم، فرزندم خواندنم در کار، کشاندنم در کار، چیکار کنم علاج ندارم. میگم اگر معلمان دانشگاه 1,500,000 سومان معاش میگیرن، پس معلمان مکتب چقدر معاش میگیرن در شما برادر؟ اینقدر معاش پس برادر در دولتی که من زندگی میکنم بسیاری میکنم بگم که دولت ما دولت 30 ساله است، دولت ما هم 30 ساله است. من ازبکستان لیکن معاش ما اینقدر پس نیست برادر. معلم دانشگاه ما قریب اگر رپورتش ما حساب کنیم 4,800 تومان معاش میگیرن همش. یعنی شما گفتنی هستید که وضع زندگی مردم از وضع زندگی معلمان مکتب در ازبکستان از وضع زندگی معلمان در تاجیکستان بهتر است. بله؟ بله برادر، این 100% همینجا بیستید من فکر برادر مولوی فراری رو بپرسم که به این اندیشه شما چی نظر دارن. مولوی فراری گپ زنید برادر عزیز. این کس میگن که معلمان در ازبکستان شرایطشون خیلی خوب و بهتر از معلمان تاجیکستان است. نظر شما چی است در این باره؟ سلام علیکم و رحمت الله. شما اینجا اول از یک لو رفتن در کار درباره اون کمبغلا مونده، بعد درباره دولتداری این اکای شفقتی برادر عزیز ما گفتیم صحبت آزاد است.
صحبت آزاد است. من میخوام اون بچه‌هایی که نشانشون دادی خداوند نعمت شواره اونها ارزانی بداره و اونها را از این پلژین ببروه. اما یک چیز است، ما باید شکرانه کنیم به خاطر که از ما و شما و از اونها در بهتر سرور عالم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثان میگذره که انا چند روزها گشنه میموندن، حتی صحابه های کرام در شکمهاشون سنگ میبستند. خب این فقر هم خودش یک نعمت است. این نمیشه که یک انسان فقیر باشه. انا خداوند عدالت داره، هر کسی که در این دنیا فقیر میکنه در قیامت برای او جنت عطا میکنه. یک بشارت ہے برای فقیرها و یک سرزنش هست برای پولدارها که باید پولدارها هم از اونها بیخبر نمونه. متاسفانه ما داریم در تاجیکستان یک پولدار داریم که شاید صدها و خیلی فقیره دستگیری کنن، صاحب خانه و صاحب چیز شوند. این مشکلی دولت نیست، این مشکلی جامعه. شما باید مشکلی جامعه را با مشکلی دولت یک جای نکنین. این تنها مسئولیت دولت نیست، مسئولیت خود هم هست. برادر شوکت که در اونجا شاید که خودت همین بگه انا طعام گوشت بریان بود یا که آش بود، اما این برادر خودت در تاجیکستان مقصد در همون حال گرفتار است. باید اولین چیز سرزنش خودت بکنی. حالا خوراک نصفروزی نخورده یا شام شد حالا خوراک نصفروزی نخورده. من در عموم گفتم من باز نمیدونم خود در کجا هستی و ساعت چند است. من در عموم گفتم برادر شوکت جان، برای همین شما این خطاگی شما است که این چیز هم میبروره و انا به این چیز حکومت ها سنگ میزنه. این مشکلی حکومت نیست، مشکلی هر یک مسلمان است. اما باید او فقیرها هم طاقت کنن، شکرانه کنن که باید رو خواهش بکنم. همین نواره که حالا سر دادیم، یک برادر از واتساپ زنگ زدن، حالا شما نبودید اینجا. از واتساپ زنگ زدن گفتن که من این نوار رو به شما ارسال کردم، خواهش میکنم همین رو پخش کنید. و در واتساپ خیلی استفادهگری کردن که شما نوار ما رو پخش کنید و گفتن که همین نوار گرم کند کیمچی شود. من خواهش استفاده برنده ام رو، خواهش کاربر شبکه ام رو در اینجا اجرا کردم برادر عزیز. و درست است با بعضی از گفته های شما که خیلی اگر گوییم که حکیمانه بودند، من موافقم. با بعضی از گفته های شما موافقم. اما برادر عزیز، جامعه ای که شما گفتید خودتون با گفت خودتون استوار باشید، همین ها را، همین کمبغل ها را و همین نفرانی که به طبابت دکتر نیاز دارند در جامعه هستند. یعنی گفتید که به پولدارها اینها عبرت هستند، به آنها را ببینند، کمک کنند و ثواب بگیرند. از روی گفته شما برادر عزیز، کمبغل را بای بیند، کمک کند و هاکذا کند، درست. اما در یک جامعه منظم، در یک جامعه با نظام، قانون هست، طلبات قانون هست. در این جامعه وزارت هست، وزارت حفظ اجتماعی. گفتنی گپ هست. حفظ اجتماعی یعنی چی؟ حفظ اجتماعی انا به همین نفرها اهمیت میدهد و به همین گونه نفران را بر روی خط میگیرد و چه خیلی که شما گفتید به پولدارها، به خیرخواهان، به نفرانی که میتوانند کمک کنند، به نفرانی که به سازمان‌های بین المللی، به سازمان‌های که به همین خیلی انسان‌ها کمک کردن میخواهند مراجعت میکند. وقتی که همین وزارت در بین نیست، مسئولیت حس نمی کند، احساس نمی کند، ما فقط به همین حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اسلام رو میبریم که در اونجا این وزارت شرکت ندارد، فقط مستقیما باید بای پولدار به همین کمبغل رو دریافت کند
ثواب کار کند و او را از این حالت برآورد. در اینجا یعنی چی رو نشون میدهد؟ این اون رو نشون میدهد که در ما نظامی دولتداری وجود ندارد، به ترتیبی است. یعنی از همه بس شوکت جان بس بسیار بد نره شوکت جان از همه اون بسیار بکنیم اگر این بی‌مسئولیتی یک نهاد کشور است. بی‌مسئولیتی یک نهاد کشور همین است که ما وقتی که مشکل به سرمون می آید هیچ وقت فکر نمی کنیم که برای این کار رو به تنظیم در آوردن، برای به این کمک کردن، برای این غمخوری کردن، از این حالت برآوردن، حکومت دولت یک وزارت مخصوص دارد. در همه ناحیه ها شعبه ها دارد و باید اونها کار کنند. هیچ وقتی که ما بیکار میمونیم، جای کار نمیابیم، هیچ وقت به خیالمون به یادمون نمیزند که باید دولت جای کاری افتادید. به یادمون نمیزند. وقتی که بیچاره میشویم، کم بغل میشویم، وقتی که نادار میشویم، در کوچه میمونیم، هیچ وقت به خیالمون نمی آید که ما دولت داریم، ما حکومت داریم، ما وزارت داریم و باید به اون مراجعت کنیم. برای چی این امید از دست مردم رفته است؟ برای چی مردم هیچ وقت به خیالش نمی بیاید که باید حکومت، باید این وزارت مربوطه برای این کار کند و به داد مردم برسد؟ برای آن که این مردم کیها امیدش رو کرده است که این کار را حکومت کرده میتواند. حالا ببینیم به نظر من و شما آیت الله بهادر چی نظر؟ آیت الله اینجا بمانید برادر عزیز. حالا شوکت جان بس دل به تأخیر بریم. شوکت جان من بسیار گپ نمیزنم. شوکت جان بس تأخیر بریم. نگاه کنید برادر شوکت جان، یک مسئله شما قید کردید که باید همچنان وزارت باشد. اگر که همچنان وزارت بگیره و همه کمبغل ها را به بایها پیشنهاد کنه و بایها را فریاد کنه، باز هم همینجا مخالفین پیدا میشن. همچنان که یک وقت سال گذشته بود والله اعلم یا که همین سال بود، برای فطر روزه را در اداره سپاریدنش انا فتوا داده بودن، باز هم در همین کانال ها گفتن که انا حکومت دیگر نیاز به فطر روزه مردم شده است، بجای به مردم. باز هم از این گروه های شما استفاده میبرد. یک دقیقه شوکت جان من سبب این حال در دیگر چی میبینم؟ نگاه که هر یک چیز خداوند از دو چیز آفریدگی، شب در مقابلش روز، شب به روز معنا نداره. همه حکومت هم به خلق، به پیشوای معنوی یعنی که پیشوای دینی، به رهبریت دینی انا معنا نداره. علمای ما خیانت کردن. چگونه خیانت کردن؟ وقتی که سال 97 سر منبر آمدن، از بالای منبر مردم دعوت کردن. بعد شکست زمان شوروی مردم تشنه اسلام بودن. مردم هر کسی که الله میگفت، هر کسی که سوره را درست میخوان دیگه او را پیر میگرفتند، از خفای او میرفتند. همه علما چیکار کردن؟ خیانت کردن. مردم برای درست تربیه نکردن، فقط برای خودشون استفاده بردن. آمدن پول دادن، دعا گرفتن، از اون پول علما گرفتن، ماشین گرفتن، لکسوس گرفتن، دیگه چی بود؟ چیکار کردن؟ کتگی کردن، گشتن. مردم از بالای منبر. خواهش میکنم برادر آیت الله، ببینید برادر عزیز، من حاضر پشیمان شدم که باز دوباره به شما سخن دادم، چون که این حرفایتان حرفای ابشوسته هستند برادر عزیز. نه یه دقیقه به شوکت جان مشکلی هم به توخیره. اگر برنامه آزاد باشه برادر عزیز یک دقیقه صبر کنید. گوش کنید. تلفن اکران اگر تایا میاد زن طبیعت حاضر اون نگاه کنید. من همین جواب آیت الله رو دیدم، بهادر گام میزنید. آیت الله این حرفای ابشوسته هستند. خب باز میگویم که در جامعه که نظام هست، حکومت هست، حکومت مقتدر هست، حکومت سازنده وجود دارد، همه چیز رو بالای ملا، بالای این فلانی این خیل کرد، بسمدانی این خیل کرد نمیگوید.
حکومت رو دولت رو به نظام می‌دارد. در آنجا هر یک کمبودی که در جامعه می شود مسئولیتش رو به دوش میگیرد. مسئولیتی هر یک کمبودی رو به دوش جامعه و خودش رو موسیقی بیگناه نه. هر یک شوکت جون شما همین 3 دقیقه مرا وقتین من گپ میزنم. صبر. حکومت مسئولیت شناس هر یک کمبودی که در جامعه می شود، هر یک نقصانی که در جامعه هست به گردن مردم نه، به گردن خودش میگیرد و نقصان رو از بین میبرد، کمبودی رو از بین میبرد، اصلاح میکند. نه اینکه این کمبودی شد انمی مردم گناهکار، درباره این کمبودی شد ملا گناهکار، در زواد نشد انجینیر گناهکار، این نشد این گناهکار. هی به انجینیر روزی کاری بده، به انجینیر شرایط کاری بده او کار کنه، و دوملا شرایط کاری بده او کار کنه. همه جا رو محکم کرده ای. اکای شوکت جان، شوکت 3 دقیقه مرا وقته، همین 3 دقیقه همین 3 دقیقه وقت ما سخن ما توقیر برای گمشت در وقت نیست، برای گمشم جای دیرکتوری چیم وزیرم خودت، سروزیرم خودت، همش خودت باشه چخیل می شود. رئیسی کالخوزم خودت. حالا بهادر گپ زنید بفرمایید. به شوکت گپ توقیر 3 دقیقه بعد من دیگه بس من بعد یک گپ نمیزنم. من توقیر بود من یک لحظه باید لوب یا منو بس تو همین دو شوق زده رفته خب یا مایده دم تبگی کم تا احترام که مختره گفتم که کلی خدازاده دم نیست گوش کن چند بار خپت میدران گپ میزنی یا مایده خپ که ما گپ سوال تو دا جواب بتم همو نمی ها جان شما یا مخالف گوش کردن نمیتونه یا مخالف نفرور باردارش همجا بیسته یا مخالف گوش کردن نمیتونه میخواد خوش میکنم بنابر بهادر بفرمایید. اکا سلام علیکم یا برگا به همه برادرو میگه اخی از ما میبینم همین برادرایی که در درون تاجیکستان در نوتای وضعیتن نواسای رحمان 400-500 هزار دلار ماشین قطعی چی بلای میگرده؟ همه زوادای کلا با گرفت تخم تار کرد، همه زوادای قرغن گرفت تخم تار کرد. دیگه چی جایی واز میگه که با سیاست چی نکنی نه؟ ای کدام سیاست میگم که دختر 5 ساله ما را تجاوز کن، آدمی که در درون موسیقی خوب نه امی سیاست نمی چیزایی که ما میگیم همین چیزای حقیقت میگیم این خیلی سیاستی کلاغا است که همه خلق گرفت بومش کردمون، همه خلق غلام کردمون. یکی بوم میگم رحمان فقط که مردک باشه یک نام ماشینایی که برای فرزنداش خردگی ای خون خفی توجی خلق بیاره در همون چیز بتوه یک کورکنه خلق بخرونه. توکای ماشین نشون میتین، توکای اوج قصر قلعتون نشون میتین. همه میدونه که شما دزدین. این مینا پیشوا، این پیشوا نیست. این پیشوا یا دایوسا. امیر رحمانوف یا دایوسا. اگر در کار باشه برای هم قرض قواعد توبه هم تغییر انشود زنش در خطای میفروشه. زنش در پوتین میتا. انمی این مینا خطای ما بر رحمانوف کلاغافسا. توکای یا خلق اوج لبشاویش میکنه تا اویاتلو کلاغاوس ور یک اکران کلاد میگیره یا دختر دایا چیز ببین یا کروشکا دب میز ببین تو بچی حالت زاگی ایرو دروگی را دارو نور نمونده که کلاغاس یارم ماله آرام باش یک مخالف داره همین یک مخالفه با دیگران میگذارونیم بهادر ان شاء الله باز صحبت میکنه. سلیم جان چیزی گفتنی بده ما اجازه برادر فیروری است سوال دارم. حالا 3 مینوت اجازه من گام اتیار کنم وقتی که قدم به قدم پیش بریم خیلی که شما خطاب میگید که دور نرفته دولت رو از جامعه یا مخالف اجازه در زدن نمیده شما فقط چه دولت داری میگی برادری عزیز فیروری شما از همه زیاد شما گپ زده هستید. خواهش میکنم خوش میکنم اوما گپ اتیار نکنم تو اخیرا گپ اتیار نکنه خود اکای شبکه 3 مینوت صبر 3 مینوت گپ زدی مطلب گوش کردم نه که تو احترام نمیکنی سلیم جان بله بفرمایید. بفرمایید. اینجا
وقتی دولت رو از جمعیت یا ملت جدا کردن، من این رو میخوام بگم که دولت بدون ملت دولت شده نمیتواند. دولت در درونش مرز و بوم دارد، ملت دارد، دیگر سازمان ها و انستیتوت ها و بگم حکومت و دیگر چیزها دارد. چه خیلی دولت رو از جمعیت و ملت جدا میکند که دولت ما میگوید بایست این ملت از کم بغل. حال این که در این حولین دولت اموالی رحمانوف بگم از حساب کشاورزان، امروز که کشاورزان قهرمان ملت نزد من مثل مهاجران تاجیک میگیرد، همه اون محصولاتی که کشاورزان میبرد گرد خود جمع میکند و سلف میکند و از این طرف از دهان مردم بوی فقر میآید. چی خیلی تو دولت رو از جمعیت و ملت جدا میکنی؟ من نمیفهمم این رو. در کجا اومده است که دولت باید باشد جمعیت من دولت از صبر میکنید از صبر میکنید من یک ملت قبول میکنم آباد میتیم. بله بفرمایید. یس تانک واسه آیت الله گپ زنید، خواهش میکنم فقط مختصر. مولوی فراری گپ زنید فقط مختصر. تویی که دیگر رو دیگران نبادیم، حالا اینجا چند نفر پویده شدن، خواهش میکنم. مقصد من این است که مردم ما را ملاها فریب کردن طول 14-15 سال به چیل و به پنجشنبگی و به جمعگی. خداوند پیشوای ملت نگاه داره که همین چیز فهمید من کرد. برادر عزیز وقتی که حزب نهضت اسلامی وگرنه اگر همین چیز خوب بود دوملو پیشواتون حتی صرفم نمیرفت. تشکر به شما برادر کولا 20. سلام علیکم آقا شوکت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام بای برادرو. آقا شوکت دادن مورد کلمه میدوزی یا دادن مورد کونه میمونش دیگه گابزنی نمیمونه. نداره اگه مورد وزیر دیگه یتیم فهمه اگه چیز نوداموش نمیبره که گاب بزنه کورکنوش این کیه خیرش یک رنگ مورد کمبغلای میبرونش درجه هفتهاش میکنه گپای کونه را گاب زسته گومش که آقا شوکت دورا گرم گابزنی نگیده چی میکنه؟ ما گفتنی هستم که استعفا رحمانوف استعفا تابته نمیتونی ببرو اگه مدام تا قطع خلق کمبغل گاب زنه اگه وزیر ببرو گاب زنه استعفا یتیمو استعفا رحمانوف سیف استعفا صبر اینوالید هستید نیستند. از دوشنبه گپ زنید. از دوشنبه من از الو اینوالید گپ زدن بفرمایید. الو سلام علیکم مرا میشنوین؟ و علیکم السلام و رحمت الله میشنوید بفرمایید. شما مردین مینولین آفرین من اینوالید نمیگین که پول خانه ما را دوست دیدم. من اینوالید تجاوز کردم، پول خانمون دوست دیدن، عریضه می نویسانم دخترم تجاوز کردن. حاضر ما گپ میزنم برادرو خواهرو کسانی که من میشنون من سرم بالا است، مرحمت بیاین تگده بکشین. اگر میبخشین برادرو تگی ترسی کردن من اینوالید در قد کوچه پرت افتن. من اینوالید هستم به نام کثیر قیوم مستقیمویچ از ورزوبای. کسانی که میشناسن میدونن این در ورزوب начальник уголовной розыска بعد در وزارت آمده کار کردگی است. حاضر میگن که در مسکو های در آسیا آمدگی است. کسانی که میشناسن میدونن در کجا بودن کثیر قیوم مستقیمویچ начальник уголовной розыски ورزوب بود، بعد آمده در وزارت کار کرد. از وزارت حاضر پنسیا برآمدگی میگن در آسیا آمدگی از 1 اکتبر. کسانی جای استقامت در کجا کار میکنن در کجا زندگی میکنن التماس بیاین منده بکن. برای چی؟ برای آن که دوگانی کنی من آدم مونده تجاوز کردگی است. پدری دوگانی کنی من نمیدونم خیششای یا برشای یا جیانشای دادگی است که همین مردک همین خیلی محکم قپیدگی است که این مردک ای دوگانی کش فراموش کرده است در یتیم خانه زنده یتیم کردگی است. اما کن این مردک بیا جواب که راست که کودکای من زنده یتیم کرد مرحمت بیا کودکو را بکش. میکشتی کودکو را
یا مردکی که خونه نداره، مردکی که جای کار نداره، مردکی که سواد نداره، تو چه خیر این زنک میبیاری؟ دو کودک ایشو یکمش دو کودک داره، تو آورده در این میاندازی. من روبای مرد میفهمم. مرد میرود خیلی عادیخ میکند میاد، لیکن چی در کار تولد کردن همین خیلی مردکایی که کودکاشون زنده یتیم در یتیم خانوان. التماس کسیرو کیوم مستقیموویچ، کسانی که میدونن در کجا در آسیا در کجا بودناشه، التماس امین آدرسا من در گپ زنین. من کانال دارم، من فیسبوک هم هست، فیسبوک دارم. من همون آدمی هستم که خلف انور بگیجانوویچ 23 سال مادری من اینوالیدم، مادرم زورا کردم که پول خانه را فروشو ای پایان خانه خریم. ما پاکو پرداش کرده فروختیم. شما مسلمانین، لیکن من خریستیان کایم. من گام میزنم، لیکن من در تاجیکستان کالون شدگیم. من تاجیک نیستم. مادری من ازبک، پدری من تتارای. لیکن چی در کار همین خیلی کار کردم که تو بخیزی پولی خونه گفتی چیزا، من دیگه چی بگم؟ همه قدر باز چیز کرده که این کیوم کسی روحی من بستگیه که من در رسید مسکویم، روحی من بستگیه من سمیرتلنی گذروندگیم که من تاجیکستان نروم. اوخی سمیرتلنی نگذرون و بیاین. من زورا کردیسم 8 سال من در علاقه که مردم بخیزین ببروین. من در یوردم که این پولی خونه یک روز مادری من کسال فکر نمیکنن که اگر مادری من بمبره چی میشه. من همه قدر برادر و همه قدر من در موندگیه که همه تاگی ترسی کردگی نید باز تکرار میکنم. برای انامین میدان سرخ در هفته داد زن. همین شکایت شما در خود همین برنامه ما تقریبا یا 3م بار است یا 4م بار است رفته ایستاده است و فکر میکنم کسانی که این نفری که شما اعلان کردید میشناسن حتما به شما تماس میگیرند و خبرش رو میرسونند. شما بعد چیکار میکنید؟ وقتی که خبرش رسید که به شما همون ساعت، همون وقت، همون دقیقه رفته در پیشش ما قطعی وای مصلحت میکنم که برای چی تو این کار کردی. بله درست است. امیدواریم که داد شما میرسد و امیدواریم که خواهر عزیز گرامی خداوند شما را کمک میکند و مبلغ‌هایی که این ظالمان از کیسه شما را بودند شما برمیگردانید. حالا از دوشنبه گپ زنید، بعد از آن سلیم جان چیزی گفتنی بودید خواهش میکنم مختصر ذکر میکنید، چون اینجا خیلی نفران وارد شده هستند. تنها به این خاطر که شما با سیمای خود وارد شده هستید و همین خاطر میخوام فکر شما رو بدونم. تشکر زیاد اکوش افگاه جان. منم حس کردم که دیگر برادران منتظرن، نمیخوام دیگران رو منتظر گذارم، اما این درد و غمی که این مادر گفتن باور کنید دل من رو سیاه کرد. این درد و غم است که دل من میسوزد هر روز و مجبور شدم که اینجا با جگری پر از خون و با زبان سرخ و سر سبز نشینم و این درد دلم رو برای مردم گویم. این سوزش را نمیدونم چگونه برای مردم تفسیر کنم. مثل سوزش، مثل آتش قعر زمین است که میسوزاند انسان را تا حتی به کشتن میارد. نه من توخد نکردم، خواستم در حالت سخنرانی مادر من استودیو را ترک کنم، اما خودم را به یک عذاب خپیدم. این است که مخالفان میگویند وقتی که درباره این مشکلی ها گپ میزنند و از اون طرف از طرف حکومت و دولت ما را مخالفان را خائن دولت، خائن ملت یا که دشمن دولت مینامند. بله ما دشمن هستیم، اما نه دشمن دولت و ملت، بلکه دشمن بردگی و غلامی هستیم، دشمن فقر هستیم، دشمن تاریکی هستیم، دشمن همه این ظلم ها هستیم و به همین خاطر است که ما از آزادی گپ میزنیم، از روشنایی گپ میزنیم. به همین خاطر است که ما با ایده ها پیشنهادهای نو برای مردم میخیزیم، صحبت میکنیم تا این دولتی که امروز حکومت مثل قمچین استفاده برده است در پشت مردمش میزند،
ما این دولت رو همچون گل میخواهیم برای ملت تقدیم کنیم تا آینده مقصد تاجیکستان درخشان باشد. به همین خاطر است که ما را خطرناک در عالم معرفی کرده است. ما تنها خطر بهر همون رژیم ساخته رحمانوف داریم و همه دیکتاتوران از دیگرگونی خطر دارند و نمیتوانند گفته که خطر در شخصیت یا که در همون زون کامفورتی که ساختن در همون است، ولی میگویند که نه، این خطرناکن برای جامعه، برای دیگر و دیگر، اینها تروریست هستند، اینها اکستریمیست هستند، دیگر و دیگر. باور کنید این فقط خاک پوشیدن است در روی مردم، تنها همین است، فقط با کلمه ها بازی کردن است، ولی درد مردم رو اینجا ما میشنویم که چگونه دردهای بزرگ دارند. این برادر فیراری که اینجا در باره پیامبر صحبت کردن که در شکمش سنگ میجوقید تا اینکه گشنگی را حس نکند، پیامبر این دنیا را به قدر و به قیمت بودنش رو فهمیده بود، از بحر شکم و خواب و خیز و این همه چیزهای به معنی گذشته بود و این دنیا باور کنید معنی ندارد در نزد انسانی که روشن فکر است، مگر اینکه دنیا جاویدان باشد. اگر که دنیا جاویدان باشد اون وقت معنی میکند که خدا را شکر ما مسلمان ها به دنیای عالم جاویدانه باور داریم و این است که هر روز با یک امید و با یک شکرپذیری بیدار میشویم و مبارزه و زندگی خودمون را دوام میدهیم و این است که وقتی خداوند فرموده است که ما بنده را خلیفه خود اعلان کردیم، خلیفه بودن معنای یعنی بدون مسئولیت و بی‌پروا گشتن نه، این است که ما از خودمان ضعیفترها را دستگیری کنیم، ما حق ضعیفها را نگه بداریم، ما از سگ و حیوان و درخت و هر چیزی که در روی زمین هست می جنبد، ما وظیفه داریم همچون خلیفه خدا از آنها حمایت کنیم و دوره پیامبر بیت المقدس داشتن که از آنها دیگر کمبغل ها حمایت بگم استفاده میکردند و من تخصصم که هست از قرآن 3 مسئله رو در مورد دولتداری میخوام اینجا ذکر کنم و برنامه را ترک کنم. این است که اولین شده برای یک دولت، برای دولتداری، برای حاکمیت جامعه این شورا است، بعداً لیاقت هست، بعداً عدالت هست. اولا که ما ببینید در تاجیکستان پارلمانت هست، گفتنی هستم که مردم قدرت اون وکالت خود را برای نفرای لیاقتمند بتید و اون انسان‌های مهارت‌دار و ماهر رو در سر بگم کرسی‌های پارلمان نشینانند تا اینکه به جامعه عدالت برپا کرده توانند. این از ریسپت فرمولایی که خداوند برای بگم آینده جمعیت بشریت داده است. این رو میخواستم بگویم و اینجا با شما خداحافظی میکنم و برنامه شما را خواهم گوش کرد. سلام برادر عزیز. حالا از دوشنبه بفرمایید. تشکر برادر سلیم جان. همه خیلی در برنامه‌های ما فعال باشید. زنده باشید. فایز آوردید به برنامه. از دوشنبه بفرمایید. هستید؟ نیستن. واتساپ. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. صدای شما آقا. تشکر با شما بفرمایید. صحبتی آزاد آقا. بله آزاد بفرمایید. همه یک چیز قید کردنیم، همین برنامه شما رو ما بسیار تماشا میکنم آقا. مقصد یا برنامه ایکنه که خیلی ما مقصد چی کنیم ده سرجم شیم همه کسا که یک کار بود کنیم نه مقصد گپ میزنیم مالش بسیار خوب. پیشنهاد شما برای سرجم شدن چی است؟ چی مکانیزم های سرجم شوی وجود دارد؟ پیشنهاد میکردید؟ من از فکر دارم که مقصد یک ما امام علی رحمو کار نداریم موزی مثال با یگون تایگش کار را میگیریم ما از پایان سر میکنیم ای پایان سر میکنیم مقصد یک کمبغل همی مثال این مادری که آزی گفت زد خونهش گرفتن چیکار کرده تجاوز کرده به ناموسش ما مثال همی ترجم شیمین همی حمایت کنیم همین یکا همی را حمایت کنیم مقصد همی نامنویس میکردیم نمره تلفن نامنویس میکردیم که
مثال در فلان جا فلان منطقه دا همین خیلی آدم هست که همین کمک میخواه خلق مقصد برای دستگیریش که میاد اوگلان راز باشه و یا که участка های همون منطقه باشه اگر تشویش شده باشه ما بریم امورا همه کسا سرجم شیم همه خیلی چیش که دستگیری کنیم امورا. بله پیشنهاد خوب است. بینهایت پیشنهاد خوب است. من فکر دارم این موضوع از این جناب عالی مقصد نمیتونیم ای بالا نه ای پایان باید ما سر کنیم. بله حالا درباره همین فکر شما عبدالله را پرسیم چی میگفته باشند. عبدالله بفرمایید. البته که روزها سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. البته که روزها یک چی دارن متل دارن میگن که ماهی میگن از سرش بوی میگیرد. از برای همین در جامعه ما معما البته که هر یکی معمایی که هست میبینیم که در حاکمیت هست نه در مردم. اگر که در این صحبت آزاد در این مسئله من صحبت کردن نمیخواستم بلکه من میخواستم که در مسئله پخته و مسئله مونوپولی سوزشواری و خوراک صحبت کردنی بودم. دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان با نام رئیس به یک منطقه سفری کاری داشت. نگاه کنین که انسان عاقل آن سخنی که رئیس جمهور گفت این سخن را نمیگفت. برای چی؟ ممکن که 10 سال، ممکن که 3 سال، ممکن که 20 سال عمرش ماند. بعد 1 سال رئیس 70 ساله می شود. نگاه کنید که 70 سال پیرمرد نمیخواهد که مردم مسلمان تاجیکستان بیدار باشد، فکری درست کند، سیاستمدار باشد و در آینده به تغییرات جامعه و مردم حکومت یک حصه خودشان را چیکار کنند؟ در آورده تانند. او میگه که به یک جوان مراجعت میکنه میگه که هر کاری که میکنی کن لیکن به سیاست دخالت نشو. او سخنی او چی است؟ اون معنا را میدهد که دزدی کن، غارتگری کن، فاحشگی کن، هر کاری که حرام است اون را کن لیکن سیاست محض برای عائله من و گرد و اطراف من است. البته که این سخنی نادرست است برای آن که این کلمه آن را بیان میکند که شما باید همه وقت غلام باشید، سطح فکری شما در زیر پست باشد که اگر که شما سیاستمدار شوید به سیاست دخالت کنید شما در آن وقت میدانید که مال شما را کی میدزدد، دولت شما را کی میفروشد، حق شما را کی تجاوز میکند، کی به ناموس شما تجاوز میکند، کی دشمنی به دین شما دارد، کی دشمنی به دولت و ملت دارد. این چیز را در آن وقت شما حس کرده میتوانید. وقتی که شما اگر که گویید که من به سیاست کاردار نیستم شما با حیوان برابر هستید. برای آنکه سطح فکرناکی شما، شعورناکی شما در سطح پست است اون را شما تصدیق میکنید. برای چی من این کلمه را میگویم؟ برای آنکه ما مسلمان هستیم، ما باید که زیرک باشیم، باید که بفهم باشیم، با فراست باشیم. در مسئله سیاست در درجه باید بلند باشیم. سیاست از اسلام جدا نیست، یکتا است. برای این دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو هریره روایت میکند و میگوید فرزندان یهودی را حکمرانی میکردند. پیامبران میگد وقتی که یک پیامبر میمرد بر عوضش الله سبحانه و تعالی دیگر پیامبر میفرستاد. میگن بعد مرگ من پیامبر نمی آید. میگن آخرین پیامبری که همچون حاکم بود، همچون یک سوداگر بود، همچون یک شوهری بهترین بود، همچون یک پدری خوب بود، همچون همسایه خوب بود، همچون مردی جسور بود، مجاهد بود. این پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم هستند. ما امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم باید که حرکت کنیم، باید که فرزندان ما رو سیاستمدار کنیم. سیاست از دین جدا نیست، این یکتا است. باید که ما اگر که فرزندان ما را سیاستمدار کنیم در اون وقت به مال ما یگان متهم، یگان کذاب، یگان خبیث مال ما را دزدیده نمیتواند، به جان ما، به شان و شرف ما تجاوز کرده نمیتواند. از برای همین هر معمایی که هست معما در بالای ما در حاکمیت هست که فکرهای غلط در بین مردم
پهن میکنن که تا که مردم همه وقت غلام ماند. اگر که این موی سفید فکر مردم میکرد میگفت که جوان خوب سیاستمدار شو. نگاه کن که امروز اروپا و امریکا و غرب همه فرزنداشان سیاستمدار میکنن. اونها از سیاست باخبر هستند. از سیاست خودشان در امریکا زندگی میکنن، لیکن در اندونزیا یا که در مالزیا یا که در افریقا چی میشود اون را میدانند، لیکن مردم ما از این چیز بیرون است. حتی که اون چیزی که معمایی که در داخل دولت میشود از این چیز بیخبر هستند. از برای همین او برادر که گفت که از پایان سر کنیم، نه، باید که ما این دشمن رو بشناسیم و از پایان، من میگم که البته از پایان سر کنیم، فرزندانمون رو سیاستمدار کنیم که سیاستمدار به این شان حرکت کنند. آن چیزایی که بهترینی که در دنیا است برای مسلمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر که جنت آرزو کردین، جنت فردوس را آرزو کنید. از برای همین هر چیزی که الله سبحانه و تعالی آفریده است برای ما آفریده است، برای مسلمانان. بارک الله فیکم. تشکر به شما. سلامت باشید برادر عزیز. شمس‌الله به صاحب فرا گوش میکنه، بعد از آن یک زنگ از واتساپ. تشکر برادر عبدالله، خیلی فکرهای عالی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بخیر چه بگم؟ اما مال خدر برو اومد گفت که چشمو و آمد غوزن رکت او مال فهمیدین؟ رکت نمید خولیگانو بودن که شما میگرفتن دستی و نمو گابزنشون نمودن. امروز برادران تاری گابزر داشته گفت که چیزی شد دست کار میگیرن. ام چطور میکنم دا؟ ام دشمن که فلان تون میکنم. با همشون خواندن چک چک زن. اما مردمی توجی که خلق گیم مالی هممونا. اما خیلی کوری داگی گشته سر در روسیه دادیگه جویی نمیچ کنه برای گاب نمیزنه چگاه میزنه خب کی میبارن محکم میکنن. اینم خیلی چی داگیه. یو من نمیدونم تو چی درجه را خیلی اک تو جورا میرم خیلی. اینم این چه بگم به ناموس شیدا گیم به اور دایوس شیدا گیم. باخدو او باید خیلیش میبره. اما نمیدونم خدا نمیشیدم میو چی میگفتن. امی خیرات که ما دسته امی رو آتیش شیدا گیم. امی اوش برومه میگی وزی ملو چی را جمع کنم بگه کم کامغالو رو هم که وش مو میگن کی چی با ملو و صاحب کار اوخی بارپدری و چهار نالات وزیری تندرستی برای چه وزیری اقتصادی برای چه که ملو صاحب کار را فایرون میکنن. اوخی من نمیدونم یه امو این چه اطلاع را امو چش تجاوز میکنن میبره هم خیلی گپای بیمانی بی چی میگه نبرویا و چه نبرو میگه گپای داغ بیابی نسا وزیر برای چه اوخی هم سون برای چی میگیره امو مالی حالا دادانی بانو می آلو گانتا به اخلاقی. تشکر برادر. حالا بهادر چیزی گفتنی هستند، بعد از آن یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. بعد از بهادر بفرمایید. سلام علیکم برادر عبدالله، برادر مسلم. یک گپ دیگه یکا جان که این همی آدم میگه سیاست در کار نگیرن. من همی سیاست همی را اوجه وبشه زدگیم برای که یا نصرت به ترکی چند هزار گکتر قرغن فروخ بختره کی با کی ایکو امانی کالوش سیروجین والیوف چندین جورا غورت کن دزدن همه چیزا تخم تور کن. خونه داره قصر قلعه ده ها 15 ماشین ایدمش کارتژ میگرده. یاد حکومت ما پروکراتورا نمیگه که بس همی کلاغاف همی نصرت و نای سیروجین والیوف نای دیگه شفایرو که میستم اگجو میوا نکی امین نصرت خشت بار نیو همی کریشش امامعلی رحمانه گفته که چیکار میکنی بک ما تو وقت زنده ایم لوبای کار میکنیم که دیگه همه زمینا را فروخت تخم تور کرد. برای همون کو تو اگر دایوسی امامعلی رحمان سر قدرت نروا کو ولی خلق ما ای پیش اوجه وضعیت چطور میشود. تو که این شهر بچه ما برند درن یا تای پلاتکا خوکنن گکتار زمین فروخته تونست نتونست نتاری شهر مردور یک جا زمین بوده که تاری در تای سیتواسیا زندگی نکنه. در گوشش نوخرک درومه میگه که نمیتونم امیرا چکنم ببرم بگیرم. این یا بدبختی برای ما اکا تو وقتی اکا جون یا گپای تو وقتی که اگر نمی مویرا گفتم برادر عبدالله که مویرا از سرش کرم میخوره. تو اگر همی کلغا سیرحمون نه پراکو ایو میگن همی
کریشای ما هستیم، ما چیکار میکنیم؟ بله قدم درست. میکنیم. بله از برادر عزیز 100% درست فرمودید. حالا زنگ واتساپ رو قبول کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر جان سلام علیکم و تمام بینندگان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بهادر، اکای شوکت، اکای عبدالله، اکای شمسلو برادر ما با شما میفرم انشاءالله. برادر شوکت ما هم خیلی منتظر بودم قبولم نکردین. از دوشنبه نویسگی من برادر شما بعد از واتساپ وارد شدید. بله الو بفرمایید. برادر من نوار روی کردم کم ترک در بوره همو اگر امکانیت باشه گپ زنم برادر یاد چی شهر بودم. مالش برادر جان هم نواری که من روی کردم همین در منطقه انا خوجانده انا همین حالی با همو کارشناسا مثلا نوار گیرندگان رادیو آزادی تقریبا 500 نفر با طریق همین چی روی خط گرفتن. از بین المللی همه جا مثلا یوردان اروپا فقط یک کس حوزی همون مبلغی که مقصد یوردان باید بکنن فقط یک کس نامنویس شده تا دیگه بجای به کی میره نامعلوم. انا جرتقبوی برتقبوی که اونو میری شهر یامو خوجانده یعنی پرزیدنت ولی رفت سالیوت زد و ایسوسو زد و نامی خیچه نویز ده هوا ای سرش مونه خطی نامش نه که چیم همین نامی خیچه نویستن و چیم همین قدر دبدبان کردن همیو را صاحب یک خونه صاحب یک چی میکرد و خوب نمیشد که امروز اینی پدنالت اینایی اویتلایی که ای سرد منو بوچکای 200 لیتره پدنالت و خیلی جورا ببین کورنستی خدا بگم میگوی ما 10 تا مغازات نم پدنالت میمبری نفیلیو ده همو درین دوشنبه حوزی پر چیدگی 1000 تا 1.5-2,000 تا هم خیلی بوم شیدگی با طریق مقصد با این لفظ یعنی مقصد روسو گویم بومش میگن به سرپناه یعنی که به نیزویسنی چلاویک یکون چی ندار نه داکمنت نه چی مثلا چیزو پیشون مغازین همین بسیار مگه ممبری همرو یا چنین نام تیا خیر کنی پدنال نه قدر میگروی جا مقصد حدیث میاره چی میاره میگم مقصد توجیروی ملو را بگیم اکثرت مون دولت برای چی میگم باید همین چیزا رو کمک کنه و بیچاره را ما هم نوار موندم و تماشا کردم و اگرشترم مثلا شما موندین او خوب تماشا بینون تماشا کردن نتونستن دو سه بار صدا اومد صدای شما التماس شما اگر که چی باشه کم تر در همین موضوع را مونین و ایسر همین در یک کم تر شهر بدین التماس شما. تشکر به شما برادر عزیز. حالا انشالله گفت شما را اجرا میکنیم انشالله فقط در یک برنامه دیگر که مخصوص به همین مسئله بخشیده شده است. حالا مردم صحبت آزاد کردنی هستند و به یک موضوع مردم را بند نکنیم خواهش میکنم. سعدالله بفرمایید. برادر شفقت زنگ زدن ما نبرداشتیم خواهش میکنم من علیکه جواب دادم با اون کس بعد از سعدالله کس رو پیوست میکنم. سعدالله بفرمایید. مقصد برادر ما یک بار گفتم بعد همین گپ زنی آیت الله مقصد اوجه سیم برادر نما چهارم بودم همین آیت الله را راه نتیم مقصد بحث بود همین گپ زنی دا یک راست گفتم کلوب 24 برادر راست گفت یک مقصد یک آدم یک دپوتات یک پراکرور یک کسی رمونه که شما شفقت برادر مقصد ما را جهان بینی منحوی میکنه ما را جهان بینی منحوی میکنه مقصد ما را چی منحوی میکنه برادر به همینو بعد ما را مقصد به همینو مقصد برادر جهان بینی منحوی میکنه چه یک به سواد و یک سواد چیزش میگه سر از مقصد با اسلام رو میره با حدیث پیامبر وقتی که اون خودش میبینه که از ظلم یا ظالم وقتی که از ظالم پشتگیری کیسه چه با اسلام با حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله مقصد چی میوره فهمونیم مقصد خواهش میکنیم و مقصد برآمد میکنیم چی تون چی میکنیم مقصد هم روی دپوتات راه وقتی رو سر کرده برادر میشوه یا آدم دیگه چون دولت هم دنبالگیری داره شما را یک بساوتر یک چطور مقصد خوش میکنم باید برنامه دا همین را گفتم بیدیم برادر. بله درست است. واتساپ الو گوش میکنم شما را.
Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалом ва рахматуллоhi ва баракатуh. خیلی وقت بود آواز شما نشنیده بودم. من حاضر کنم بینم منبری آزاد. زنده گفتم باشید. 3-4 سخن کنم اگر اجازه دید. زنده باشید. میرنبی شریف زاده. شناختم. اکنون این منبر آزاد که باشد من میتوانم آزاد سخن کنم. بفرمایید. فقط همین قدر که همینجا چند برادرها در نوبت ایستادگی هستند ملال همین ها نشود تا همین قدر خودتون میدونید الکی که چقدر باید باشد. بفرمایید. میبخشید من میخواستم در یک مسئله گپ زنم. ممکن که بسیار آدما به معقول نشود، لیکن من همین میخواهم گپ زنم. مالش سخنهای من درباره آن است که حاضر شما میدونید از 2 ماه زیاد شد در اشکاشیم و در نزد مرد تاجیکستان و افغانستان با دعوت شاه شاهان امام علی رحمان پیشوای ملت تاجیکان جهان مردم از خانه‌های خودشان گریزه شده آمدگی باور کردگی به این امام علی رحمان با تمام کودکاشان نبیره‌هاشان موسفید و پیر و برنا در نزد مرزا همانقدر عذاب کشیده ایستادی‌اند. کجای این امام علی رحمان پیشوای ملت تاجیکان است؟ برای چی اینقدر بدبختی مردم تاجیک در پنجشیر و در دیگه جا در افغانستان انداخته خودش در تمام دنیا نمایش میدهد؟ اما در اصل همه ما میدونیم اصل و نسب امام علی رحمان از کجا است و ملتش کی است. آیا درست است از روی وجدان، از روی انسانیت و بشریت مردمی که در تگی جنگ ماندگی و یا فریب کرده تقل کرده بیارد و در نزد مرزا که حاضر در اونجا برف و خنکی همون قدر مردم بکاری همین بدبختی خدا زده ارواح زده نامردی دنیا که خودش پیشوای ملت تاجیک همین کارش درست است؟ بله درست است خاله جان. Вот теперь хочу на русском языке сказать. Великой трагедией, несчастью имам Али Рахмон назвал себя главой таджиков мира. В такие страшные войну в Афганистане выманил, обманул, призвал, что примет 100 тысяч беженцев из Афганистана. Бедные несчастные беженцы, которые имеют больных, стариков, детей, женщин, не причастных никаким военным действиям, никаким группировкам, поверили ему, что он в действительности глава таджиков мира, что он даст убежище 100 тысяч человек. И двинулись все границы Таджикистана. Особенно сейчас смотрите, что такое Ишкашим, что такое Тахор. Там кругом холод уже, там зимнее время ночью. Разве виноваты эти 2000 человек, 5000 человек, 10 тысяч человек в том, что послушались его, приехали на верную смерть? Как вы это расцениваете? После этого этот предатель, этот враг таджикского народа, это фашист, имеет право называться пешвой миллати таджик, то есть глава таджиков мира. Какой же он глава, когда он уничтожает всех таджиков и теперь хочет из корыстных целей, чтобы его не наказали те талибы из Афганистана, с которыми вел долгие годы со своей грязной семьей этот бизнес по горючим смазочным материалам и другим, этот наркотрафик, который держала вся его семья. Боится, что они с ним рассчитаются, что он их кинул на миллионы долларов. Хочет в эту грязную войну втянуть Россию? За кем он прячется? За 201-й дивизией российской?
Он что, забыл, что он творил в самые тяжелые минуты таджикского народа, когда уничтожали, происходил массовый геноцид коренных жителей Таджикистана, этнических таджиков, уничтожали поголовно в самую страшную войну. Тот же Афганистан принял десятки тысяч беженцев из Таджикистана, дал им кровь, последним куском хлеба делился. Как вы это расцениваете? Как мировое сообщество к этому относится? Слышите меня? Алло. Алло, мы слушаем вас. Вы, говорю, слышите меня? Да. После этого этот негодяй, этот не человек, этот фашист, этот людоед имеет право оставаться президентом Таджикистана? Нет и никогда. Да, конечно. И поэтому сейчас вот именно то, что он хочет втянуть в эту войну Россию и все среднеазиатские республики, вот именно сейчас должны разобраться с ним, заставить его, чтобы он отдал свои полномочия со всей своей коррумпированной, со всей своей диктаторской, фашистующей, людоедской семьей, со всеми своими дочерьми, зятьями, с женой, его братьями, и должен он уйти в отставку, и все, что награбил у таджикского народа, все, что он выменял у таджикского народа, ограбил всех людей, которые занимались частным предпринимательством или занимались, как говорится, копейку добывали, все отобрал у людей. И еще он выступает и требует, чтобы народ молчал и не вмешивался в государственные дела, что он будет наказывать каждого за то, кто посмеет рот открыть, влезть в государственный дела. Да кто он такой? Эмомали Рахмон, Эмомали Шарипович. Як борба ходит савол, это ходит ки. Ай кудёй, авлод аздотут ай кудёй. Чехалтын сари хокимят омади. Кио варта сари хокимят? Барои чи ин қадар мардума нобуд мекунӣ? Тоҷикои бечораро дар бадар кардӣ, хокбасар кардӣ. нони хурдан дар ватаншон надоранд. Пенсияи медодагит 70 сомонӣ, 80 сомонӣ, ялинча орд 300 сомонӣ хестагӣ. нархи пиёзу картишкаву гӯшт дар осмон биромадагӣ. нархи равған дар осмон биромадагӣ. ту чӣ хеле пешвои миллатӣ? ту ки худуд як бор ба худуд савол те? ба гирду атрофиёт савол те? ту як одамхӯр, одамкуш, диктатор, фашист. Ты хуже, чем Гитлер уничтожал в Великой Отечественной войне таджиков. До сих пор ты уничтожаешь. Все тюрьмы переполнены. Гитлер уничтожал чужих, а Эмомали Рахмон уничтожает своих. Разницы нету. Человека создал Бог, какой бы он национальности, вероисповедания не было. И никто не имеет на себя брать права и обязанности Бога. Мы должны сохранять все, что Создатель, Творец, Аллаху Табарака Ва-Та'аля создал на свете. Бале. Ташакур ба шумо. Вот чтобы мировое сообщество должно привлечь его за последнее его преступление в отношении таджиков и граждан Афганистана, которых он обманул, выманил, что он 100 тысяч афганским беженцам даст убежище. Как он может дать убежище, когда свои люди у него голодают, свои люди умирают от голода, от болезней, от нищеты. И теперь совестный хочет на таджикском народе... Хочет очередной эксперимент привести. Таджикистан для него стал полигоном. Из Европы просроченные антиковидные лекарства привозят. На ком он это испытывает? Опять на таджиках. Сколько можно экспериментировать над таджикским народом, над населением, над гражданами Таджикистана?
эта просроченная вакцина опять всех убьет. تشکر زیاد به شما. خیلی حرفا از دل جگر بودند، از دل جگر. باید این علم این نفرها شنیده شود، باید به این اهمیت داده شود و باید این نفرانی که دل جگرشان دل جانشان به ملت و دولت میسوزد، دولتی که حکومتی که آینده کشور رو میخواهد، آینده ملت رو میخواهد، باید این گونه نفران به ملت دلشان میسوختگی را تاج سر کند، بالای سر کند. اما میدونم از صدایشان شناختم، بارها در برنامه ما شرکت کردگی هستند. این نفر مسافر هستند، مهاجر هستند. حالا مهاجر را گوش کنیم. مهاجر بفرمایید. مهاجر هستید؟ السلام علیکم. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوزن اکشاو کنازه سوزن. الحمدلله. بفرمایید. من میخوام درباره مهاجرت گپ زنم کمتر. آره موضوع از مهاجرت هست. گپ زنید. مقصد ما هم مهاجرت داریم، مقصد دیدیم حالا بسیار قانونشکنی و بسیار هر کس هم میگن یا مطل حرمت در دست خودشای بسیار ناحرمتی میکنن. مقصد نسبت مردم روس، نسبت مردم ویتنام. ما الان خصوص بزرگ صداوت بودم، بسیاری بعد بچه های توجیک مقصد من مردم توجیک ایش با ایش بخیلی میکنن. وقتی که من او بوچی موسر توزن میکردم مرا نمیموندن که ریس برم. مقصد بو همو ویتناموی بودن، مقصد مردکای 50 ساله بود، 19 ساله بود، قطعا قد به قد میگرفت او را در زمین میغلطون و شومبینی میکردن که شما خیلی مردم پسین. برای هم کامیام اگر قد خودشون را بدونن به این قدر خالی و زلالی نمیرسن. مثلا بسیار مهاجرا خودشون همین بلا را به سر خودشون میارنده. چگونه؟ همون خواهد میکنیم که مقصد خیلی باشه نباشن قانون قایده همون بوده باشه همون را اثر اجرا کنن. اخی او بچه بلاگر بود در پشتش یاد تو کانده شده شده است. گرفتن محکمش کردن. همین کارا چی داره کارای فکری اندیشه ما بگو بیان کنم. بله درست است. برادر عزیز، حالا در مهاجرت درست است که کمبودی ها زیاد است در مسئله مهاجرت، اما باید ما این رو هم به نظر بگیریم که از این 1 میلیون 1.5 میلیون نفره که در مهاجرت هستند تقریبا 70-80 درصدشان با این فکری مثلا گریم همون طلبات هایی که در روسیه مسئله حجتی بودباش و پتنت و دیگه و ها هست خیلی کم صرفان میروند، خیلی کم صرفان میروند و کوشش میکنند که همین با مصرف پول باشد هم توسط پاسرد حل شود، توسط میانرو حل شود، یا یگان تقا یا یگان امک یا یگان هم قشلاقیشان این کار را حل کند. خودشان حتی وقتی رفتند به اداره مهاجرت میگراسیون سلوژ بیاید 2 روز و 3 روز پیش از وقت رفتنشان الکی غمخوریشان سر می شود. بعد از 2 روز میگراسیون رفتن در کار چی میگفته باشن، اونها چی سوال میداده باشن، اونها چی میپرسیده باشن، این حجت های هم میشده باشد نمیشده باشد، الکی 2 روز 3 روز پیش
غمخوریشون سر میشود الکی پاسرنیکووی بمیستن بیا برادر همین پولت گیری همین کارم حل کن اکثریت 60-70 درصدی مهاجران در همین حالت هستند برادر عزیز این یک حالتی است که هیچ کس نمیتواند این رو رد بکند همین یک حالتی است که هممون میدونیم برای همین چی لازم است در روسیه که اکثریت مهاجران ما در اونجا قرار دارن حالا ببینید امروز سنه های 13 14 بود به فکرم اگر خطا نکنم از وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نمایندگیش در روسیه است یک نشست برپا میکند نشست چی است همه بایها پولدارهای تاجیک را فعالان تاجیک را جمع میکنند کنفرانس برگزار میکنند کنفرانس دستگیری مالی حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری مالی یعنی برای پیشرفت تاجیکستان سهم گذارید گفته آنها را وظیفه دار میکنند پول گفته آمده میتواند حکومت داران شرم دارید پول گفته گدایی به آمده میتوانید گدایی کرده میتوانید اما وقتی که دفاع از حقوق مهاجران لازم میباید و برای اینها کمک های حقوقی لازم میشود شما نیستید وجود ندارید چرا نمایندگی وزارت مهاجرت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در منطقه های در 83 منطقه سوبیکت فدراسیون روسیه آفیس های خود را دفترهای خود را باز نکند و از حقوق مهاجران با خبر نباشد حجت های مهاجران را آماده کرده ندهد و با آنها با مهاجران تماس مستقیم نداشته باشد رقم های خودش را بدهد تا اینکه برای مهاجر ورق پر کردن در کار ورق پر کرده دهد انکت پر کردن در کار انکت پر کرده دهد دیگه اویدی ملینی پر کردن در کار اویدی ملینی پر کرده دهد یا اینکه پر کردنش را یاد دهد بیاید به اینجا مردم دادش را بگوید در یک جای پول کارش را گرفتن نمیتواند به اونجا برود چرا این کار را نمیکند اما پول در کار شد شما میبیاین پول در کار و ما برای پیشرفت تاجیکستان سهم گذاریم آخه برای به پیشرفت تاجیکستان سهم گذاشتن این مهاجران شما بیایید اول از حقوق اینها محافظت کنید اول پشتیبانی کنید اول کاری کنید که این یک سرش را برداشته در کوچه های غریبی یک بار راه رود سونی حلالتون بود شما حالا چند نفر را دعوت کردگید دیاسپورا گفته ایست من نمیدونم در یگان همین چیزهایی که دفتردارانی که کار میکنن در روسیه کارشان فعالیتشان یگانتش به پرینسیپ های دفترداری یک دیاسپورا راست نمیباید دیاسپورا یعنی چی حالا این نفرایی که دیاسپورا گفته دعوت میکنید به مسکو اینها کیهای هستند چی کاره هستند و چند نفری پولدار را جمع میکنید این دیاسپورا را جمع میکنید پولدارها را وظیفه دار میکنید که باید به شما پول بدهند این پول ها به خون جگر میباید با این پول ها مردم چقدر خون جگر میخورن شما میباید رفته میروید گویا که پول خزان باشد که همین درخت رو میافشونه وقتی خزان ریز تیرما همین میریزد با قبچه بر کرده میروی این خیلی اینطور نیست آخر شما وقتی که پول میگوید از مهاجر یک بار بیاید نمایندگانتون را فرستید خصوصا نمایندگان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان یک بار بیاید 4-5 روز به همین استاهای مهاجر پاسوونیک شوید میدونم از عهده یک خشتره از اینجا گرفته به اینجا موندن نمیبرید یک کف لای را گرفته از عهده به دیوار زدن نمیبرید اقلا 1-2-3 بار لای کشونید بعد سونی پول گویید اقلا 1-2-3 بار کوچه رو بید یک جاروبی بیچاره به مهاجرین که کوچه مسکو رو میروبد یک بار جاروبش رو به دست بگیرید برای درد ملت رو حس کردن برای با ملت هم درد بودن
میتونید همین کار رو کردن. حالا شما درباره طالبان گپ میزنید، طالبان خونخوار میگویید، وحشی میگویید، تروریست میگویید و هاکذا. طالبان وقتی که افغانستان اومد اولی کاری که کرد به همه این مسئولاش به دستش جارب داد، به دستش جارب داد، گفت کوچه ها را بروبید. نوارهایش را دیدید؟ باور کنید همین حکومتدار تاجیکستان خاک پای طالبان نیستید، خاک پای طالبان نیستید به خدا. در وحشیگری رنگ شما وحشی نیست، در تروریستی و اکستریمیستی رنگ شما تروریست و اکستریمیست نیست، در بیرحمی طالبان در نظر شما هیچ است. در بیرحمی همین حال مردم رو دیده شما با میباید پول جمع کنی، بوغی کردنی. در تاجیکستان روز نمیدید به بیزنسمن، به تاجر در تاجیکستان روز نمیدید. همین ها اگر همین تاجرانی که در مسکو هستند، در روسیه هستند، همین ها اگر توانند که در تاجیکستان یک برده نانشان را به علم خورده میتوانند، نمیباید در اینجا تاجر شوند. اکثریتشون در همین تاجیکستان میکنن. شما در تاجیکستان روز نمیدید، بالای سرشان 1000 نمود تفتیش ابلغ دارید، تفتیش های مشترک دارید. همه نهادهایتان همیشه قطار میشن، توده میشوند، 20 کس و 30 کس به دری یک تاجر به کارخانه یک تاجر رفته زده میدرویند. واهمه اینش پگانش همین گفته به رئیس جمهورتان لپس زده شده است، میرود ویش همین گلسوکا زدگی، واهمه شلپه ها زدگی، یک دیگرش مینی یوبکه زدگی، میرود همین وای میکنه پاپکه ها در دست همیخی. بعد کی در اونجا کار میکنه؟ آمد است همین از دست شما داد، از دست شما آمد است گریخته. در اینجا میبیده که روز نمیتید، بمیرید از این روز تا شما بی ناموس ها. حالا یک زنگ از واتساپ قبول میکنه، بعد نفرانی که در اینجا هستن باز صحبت رو دوام میدیم. زنگ واتساپی. الو الو اصلا اینجا. الو بفرمایید. نفری که از واتساپ زنگ زدید. هستید؟ الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آکا شوکت جون ما را میشنوی؟ میشنوم شما رو. آکا ما در پریاموی افیرم. بله. آکا جون ما اگر بیرون ای موجود اگر اجازت بدی 10 مینوت همی سخن کنم. مالش. آکا در پدر مادر در آمد همی قدر همی برنامه را پیشگیری کردی، همی در خاک پود صدقه به خدا قسم آمد همی جانم در همی تای قرتک اومد برای خودت برآمد کدیسم همی طرف نوسیبیر. ما خودم اکا در همی نیداون تاجیکستان اومدم، اکا همی برنامه های خود تمام حکومتدارای تاجیکستان تماشا میکنند. ما دختری همی دانشگاه طبی تاجیکستان بود کردم، اکا برای کار جای کار مراجعت کردم، رفتم باور که اکا برای جای کار 5000 سومان پرسیدن. اکا همگی 6 کار کردم، مرا تری بود کردن 6000 سومان. من نتونستم کار کردم، پارت افتم آدم در همین نوسیبیر ما در جا کار میکنیم. 2000 نفر استرویکا در کار میکنم مهاجرو. شب و روز هم با می برنامه خود تماشا میکنن. اکا همی قیمه گفتنی دارم ای مردم توکای موی خیلی میکنیم، برین یک بار کارخانه تاجیکستان تماشا کنین چی گخریا شیدسته. ای مردم یعنی همه تماشا داری در یک روز 10-20 هزار پرسموتر میگیرن، همه تماشا دارین. اکای محمد اقبال، اکای شش همش تماشا دارین. ای مردم ای باور که برین یک بار کارخانه تاجیکستان بدرین تماشا کنین چی گه خورده استن حکومت دارو، چی گه چی کارو نشیده است. اپا و خوارای ما را بودن، نهم استقلالیت دا بودن، همی قدر ازدیوات سعی کردن، همی قدر همی یک کارای کردن که باور که در یگان جا توری نمیگیره. همی بله.
نمی قدر گفتنی دارم اکا من خودم دکترم اکا دکتری امروزی درونم اکا با معلومات عالی همی خیلی که دیپلم سرقت بود کدام آدم اکا دانمی نواسیبیر دست روی کار میکنن 10,000 توجی کار میکنن مادرای ما 60 سالان 50 سالان طول میشکن ای بای ای باور کنی مردم قدر مردم اونشو این قدر مردم باور ظلم آوردگیان برای شما بالینسا را ببینین گلاورا چیکارو کردستان یک رد اینترس برای یک شهر بختر اینمی لامانوس برین عزیز زایر چی گوه خوردستان چیکارو کردستان یک رد اینترس برین تماشا کنین بعد میگوی که ای برادر همی آدم همی که خطا دا گفته بدهی ای مردم توجیک همی قدر تماشا دارین همه اینم باور که با فکرم که دمی استرویکا دا 10,000 آدم در که جایی میشینی در یک استرویکا دا یا اوگلش میشینی اکای شوکت محمد تماشا کردن یا که دیگه شو تماشا کردن یا که اکای محمد اقبال تماشا کردن میگویش میگه که ای برادر خاکی که برای پدر مادر می از ظلم میورن یگان پرابلم میشوه خب که میگه همش همی خیل باور که نوک جانشون در نوک بینیشون آوردگیان همی خیل حقاراتوی میکنن همی قدر در همی سحر و مجلس حقاراتوی میکنن توجیکاره یگان کس چشمی دیدن نداره نمی قدر گفتنی داشتم اکا تشکر به شما برادر عزیز حالا حضور رحمت کمال تشکر به شما اسدالله چند بار وارد شدن خارج شدن اسداللهی که با سیمای خودشان برآمد کرده شدن اسدالله بفرمایید السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله سوزه نکه شوکت تشکر شما برادر عزیز بفرمایید سپاس در برنامه‌تون مقصد پیوست کردیم مقصد مهاجرت ما هم سالهای 2012 2006 2012 مهاجر بودیم همین ایروپورت خمیدن در سرش میکنن هر میلت یک قطاره میلت توجیک 6 قطاره تلپا سر میشوه همه خواهش میکنیم که همون سمالات تو اگر اوخیران آدم اگر اکسیت نکنن همی پر اوخی یا مایده کم تا میوری همون خانون رعایه کنن بعد خانوشکنی در دست نزنن بسیار خانوشکنی میکنن بسیار های بی خودشون مقصد میشوه همی میگن قدر هر آدم در دست خودشه قدر هر آدم در دست خودشه یا همی خودشون به قدر کردن اگر که اول مقصد یا دیگر حرمت میکردن یا که خانوشکنی نمیکردن به این درجه نمیرسیدن نه من خودم رفتم ای دست همی مردم خودم ای دست ملت خودم کیده چیدگیم 6 ماه اویلی که دودگی نیستن 6 ماه اویلی که برای هم که خداوند هر ملت غضب میکنه و واسطه گناه خودشون میکنه اینجا بعد هر کس یک گپ هم میگه مرد از خدا میبینه بنده نامرد هم گپ چی ایده مقصد در آسیا اگر یگان توجیک یگان کس بزنه شما بور حکومتدارو میدوزین یگان کس قانونشکنی کس بور حکومتدارو در کاب حکومتدار گفته که تبرا در کمال صورت دختر بگی پشتش در پلیس نیسوندگی باشه کدام حکومتدار امرا تشویق کرده که بکنین برای هم خواهش میکنیم که خانوشکنی نکنن بعد مسئله که ما همین علل خصوص تاجرای کاروان در سودا میکنن ابتویده به نام خدا قسم نالوک قره و افشه نمیسپرن وقتی که ماهی که نالوک جمع نمیشه و رید میبرن همش محکم میکنن میگریزن که نالوک 13% و نمیتن اگر نالوک بتن 100% 23 میلیارد اگر سامان باشه 23 میلیارد سامان نگاه در وجه دولت میدرویه ایرا کی میکنه مردم خودش میکنه یگان اون کسی مردم خودش نمیسپوره برادر عزیز تشکر حالا همین بهادر دست برداشته شدن نمیدونم با گفته های شما با فکرم ملاحظه دارم بهادر برادر اسدالله سلام علیکم آواز ما میسه هست آواز تو امی برادر اسدالله را ما گفتنیم که اگر امی میگه که شما را در رسیان بزنه حکومت وینور بس برادر
امی خود دختر داشته باشی خدای نکنه رنگ هوایدای 5 ساله رو همجا بیاری تجاوز کنن امی کاری سازه تا 2 سال 3 ساله اینا جنایتکار محکم نکنه اینا دختر داشته باشی در جای همون هوایدا دختر تو باشه امی کاری سازه اینا تو میگوی حکومت ما باید در هر توچکه باید روز چیشه نشون بده نمیتونه محافظت کنه ما برای با منفعت تاجیکستان اومده اینجا کار کسی را محکم کنم ما نمیتونیم شما را ای تای چنگ روز چی کرده نه روی نکنه اینجا روی میکنه 5 ساله دختر را تجاوز میکنه روی میکنه بچه ها را میگیرن بروکش بدل میکنه در جهان نشان میتن هیچ خیلی چیه که فقط تاجیک بینه در همه جا بله تو این قوادم خوب نبوده تو خدا بزنه تر رسوا کنه تو کاری میکنی کو کاری میکنی خدای شب که همین کلاغف زیر امان ببره یکم خونه شما را در تخته میکنم این موجرایی که عذاب کشیدگیان تو چی درجه تای بدبختی که فقط همه چی کاری شد در سر توجی خب درست بهادر حالا یک زنگ از واتساپ خواهش کرده شدند انشالله بعد از آن باز صحبت را ادامه میدیم برادر اسدالله آواز ما میسه الو ما گفتنیم که میگه که شما در رسیان بزنه حکومت وینور بس نبرداشته سدست گوش کستم گوش کستم رو همجا بیاری تجاوز کنن امی کاری سازه تا 2 سال 3 ساله اینا جنایتکار محکم نکنه اینا دختر داشته باشه در جای همون هوایدا دختر تو باشه امی کاری سازه اینا تو میگوی حکومت ما باید در هر توچکه باید روز چیشه نشون بده نمیتونه محافظت فکرم درست شید آقای شوکت جان بله الو نفری که از واتساپ زنگ زده شدید ما با شما زنگ بزنیم شما نمیبردارید باز شکایت بکنید که من زنگ بزنم شما نمیبردارید نفری که از واتساپ زنگ زده شدید ما با شما زنگ زده شدید ما را میشنوید الو متاسفم حالا ببینید نفرها زنگ میزنن باز شکایت میکنند که زنگ میزنن ما زنگشون رو نمیبرداریم از واتساپ زنگ اومده شده است بو حالا الو السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله هستیدم اینجا الو بفرمایید الو آقای شوکت یک چیز گفتنی بودم ما صدای شما رو میشنویم شما گام نزده شدید اگر پیش که بخشش میپرسم کمتر با زبان روسی گپم ارالش شود مالش بفرمایید просто уже привычка مالش با مردها یک چیز گفتنیم یک برادرم همین گپی سخنی ناز گفت که از پشت همین مولوهای دنباها уже как атеист шудеги. همین حضور مردهای میبینم و самом деле знаете چرا بودم чересчур زنهای پس میزنن کوردور نشو از همه چیز محروم میکنن همین کاری تو در خونه شین پخت و پس کن کودکو نگاه کن تو سده понимаете همین نماز تخون سطر به میپیچونه دیگه یگان نخود که دیگه یگان چیز نباشد برای همون زنها به سبب کردن زنها انمی از طرف مردها هم هست потому что они
запрещает им все, понимаете? بله Например, шоухиди дучи шудан, это было недавно, например, да, вот Гардон Чан, Тезан Будан, Тезан Го, барой Чиомадан, экзамен спори, барой Чи, разрешение на работу или там на ВНЖ, да, допустим. Бовар кунет, манам хотя могон экзамен спори таки Будан, ман хамин 5,5 госпошли на кати, ама экзаменаша бемало ба ҳузур без проблем гузаштам. Авай бечора занҳо ҳатто ному фамилии худаша бо забони русӣ гуфта наметона. بله Боз мебиён ба Русия, потом начинает жаловаться, что в России все плохо, все сложно. Ну, конечно, все будет плохо и сложно, когда ты не знаешь языка, допустим. Элементарно произнести просто свою фамилию и имя. Неки печондеги, хамин фахр печондеги, я понимаю, ман ба иззати нафси ягон вероисповедание, ягон чирасидан намехохам. Я всех уважаю, ман тем более хам тоджикистанион ро, нас мебинам, потому что это мои, как сказать, родные все-таки, понимаете? Но когда я вижу, как они здесь страдают, как они здесь мучаются, я это уже не смогла выдержать. То, что вы сейчас сказали, что они элементарно не могут заполнить какие-то бланки, заявления, уведомления, и за это платят большие деньги, даже вот этот экзамен, они платят по 150, по 200 тысяч рублей за какой-то простой экзамен. Да. برای همین نگاه کنید خواهر عزیز ببینید مثلا در تمام کشورهای دیگر حالا ببینید در تمام کشورهای دیگر همین دیاسپورا ها طبق مثلا گریم حتی بیایید همین درباره روسیه گپ بزنیم ان همین دیاسپورا هایی که در روسیه هستند ما دیاسپورا میگویند همین نمایندگی مهاجرت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان که در روسیه هست سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه هست اینها حق دارند که در منطقه هایی که تاجیکا زیاد هستند مکتب های میانه کشایند باغچه های بچگانه کشایند کورس های زبان آموزی کشایند کورس های زبان آموزی کشایند کورس های زبان روسی کشایند دفترهای دفاعی دفترهای حقوقی کشایند اما در 83 سوبیکت فدراسیون روسیه شما آیا میدونید که در یگان جای یگان مکتب تاجیکی وجود داشته باشد در یک تاجیکان کوچکی 10 میلیون نفره در یک تاجیکستان کوچکی 10 میلیون نفره روسیه میبیاید 10 ها مکتب روسی میکشاید و از روسیه صدها نفر آموزگاران میروند در تاجیکستان درس روسی می آموزانند به تاجیکان ما اما ما چی؟ ما آیا در یگان کشور دنیا شنیده اید که انا همین دیاسپورای تاجیک ها که من دیاسپورا گفته فقط خون مردم را میمکند ایدهشون بجز ایده بجز نفرهای انگشت شمار یگان کورسی زبان آموزی تشکیل کردن یگان کورس های حقوقی تشکیل کردن بیارن مردمشان را بیاموزانند درس های آنلاینی تشکیل کردن نکردن اینها یگان تاش را نکردن میدانند که این مردم از نگذشتن روزش از بیچارگیش از ناداریش به روسیه میبیاید مجبور است میبیاید توکل به خدا کرده میبیاید باور کنید نه به زبان دانیش مینگرد نه به شهر رو دانستنشو نه حقوق دانشو و هاکسا بسیارش میگراسیون کارت میگن همین کارت میگراسیون رو در هواپیما پر کردن نمیتواند به همون همسایه های همسفرش پر میکنند مردم رو تا این حد بیسواد کرده برده رسانیدند مردم رو وقتی که هواپیما یکی از تاجیکستان به روسیه آمده ایستاده است میشینید وقتی که میگراسیون کارت تقسیم میکنن 40-50 نفری همسفرانتون رو میبینید که کلشان گرنگ اکاجان همینه پر کرده تی اکاجان همینه پر کرده تی
این حالت یگان جای خنده ندارد، این حالت جای گریه دارد، جای گریه دارد. یک Это катастрофа. Это катастрофа, потому что отсутствие образования, بله это крах нации. 11 سال تو چی دادی؟ 11 سال از بودجه دولت خوردی. 11 سال بودجه دولت رو تو که چاشان کردی. 11 سال به این نفره که پدرش مادرش انداز دهنده است. Это катастрофа, потому что 11 سال زبان روسی میخونه در مکتب. 11 سال تو چی دادی؟ 11 سال از بودجه دولت خوردی. 11 سال چی شد؟ Афешалка. بله 100% من مکتروزی هستم چون همین همین مردهایم گپ میزنن فقط کروم знаете вот مقصد با فکرم در مکتب همین بغیر از کلمه مقصد دیگه هیچ چیز یاد دادگی نیست از با مردمی تاجیکستان. مکتبم یاد نمیدین، مکتبم نمیدوند. همین پیشوا تمام. Это уже культ личности, понимаете? Это культ личности, как в Туркменистане. بله مردم رو احمق کردن. وای بجای پیشوا و 4 کلمه یاد مردم بیایند از مدنیت، از عرف و عادت، از فرهنگ تاجیکان نمایندگی کنند. این مردم نمایندگی این مردم را شما فقط در همین کوچه روبی نشان داده ایستادین، در بی حقوقی نشان داده ایستادین، در بیدانشی بیسوادی کورسوادی نشان داده ایستادین. و شرم نمیدارین وای حکومت داران و انصافتون را خواه خورد. شما ملت را به کجا برده رسوندید؟ 30 سال باز حکومت داری میکنید. 30 سال باز یک بچه 11 سال در دست شما پدر و مادرش باور میکند 11 سال نیمی عمر یک فرزند یک نسل نورز در دست شما بگذارد. باز قانون برآوردید مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند. اوی انصافتون را خواه خورد. 11 سال فرزند را پدر و مادر به دست شما میدهد نیم عمرش، یعنی از سحر تا نصف روزی یا از نصف روزی تا شامگاه در دست شما میماند. باز مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند. تعلیم و تربیت را خودش میدادگی باشد پدر و مادر، مسئولیت تمامش به دوش خودش باشد. آموزگار چی در کار؟ تربیتگر، مؤسسه های تعلیمی، مؤسسه های تربیوی برای چی لازم؟ با کی در کار؟ وقتی که انداز سپارنده خودش مسئول بودش به تعلیم و تربیت فرزند، پس مؤسسه های تعلیمی و تربیوی برای کی لازمند؟ شما 11 سال درس میدهید، بعد از 11 سال درس دادنتون در یک دبیرستان در یک دبستان با فرزندان ما انداز سپارندگان میبرایند به سواد. با برای آنها لازم است که محو بیسوادی کنیم، کورس های محو بیسوادی بخونند. کورس 11 سال زبان روسی میخواند، با میرود امتحان زبان روسی میدهد که زبان روسی رو میدونن یاده. همین برای شما ننگ نیست؟ درست است از آفریقا میباید، از استرالیا میباید، از چند کشورهای بر روسیه میباید که اونها درست است زبان روسی رو در مکتب‌هایشان نآموختند، در ساعت‌های درسیشان زبان روسی نبود. اما شما 11 سال سری ما رو گران کرده زبان روسی. ای معلمان زبان روسی، خوردگیتان حرام است، نانتان حرام است. این فتوا نیست، این از روی دین نیست. یک بار به خودتان سوال دید؟ رفته ستولی مکتب بند کرده 45 دقیقه درس زبان روسی میگذارید؟ در یک روز چند ساعت روزتان را به همین کو میکنید؟ از حساب بودجه معاش میگیرید؟ 11 سال درس میدهید به یک خواننده زبان روسی رو نمیدوند. باز در فرودگاه یا در هواپیما میگراسیون کارت آدم میکوبد که میگراسیون کارت را پر کند. در میگراسیون سلوژبه میباید
آدم یکاوت که ودیبلینی پر کند. شرمتون بود معلمان زبان روسی. وقتی که قانون درباره قانون جمهوری تاسیس درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند برآمد، همین گفتنی گپ است که مؤسسه های تعلیمی و تربیوی، یعنی مؤسسه های تعلیمی تمام، وزارت معارف تمام گفتنی گپ است. با همین قانون برآوردن قانونی مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، با همین قانون نشانگری آن است که وزارت معارف تمام صفر است. یگان خیلی رسالت خودش رو اجرا نمیکند. وقتی که رسالتش رو اجرا میکند، پدر مادری که نیمی عمر فرزندش رو به شما بخشیده 11 سال نیمی عمر یک نفر در دست شما میگذاره، نیمیش رو گذاریم چند میشه؟ 5.5 سال میشه. 5.5 سال فرزندان ما رو در دست خودتون خزان کردید، هیچی، صفر است. به کی جواب میدید؟ حکومت جواب ندهد، وزارت معارف جواب ندهد، مؤسسه های تعلیمی جواب ندهند. کی جواب میدهد؟ های بی‌ناموسان، با شما از حکومت داری گپ میزنید و از دولت داری گپ میزنید و از سیاست گپ میزنید و بود میگید دخالت نکن. با امور دولت داری به سیاست دخالت نکن. دخالت کردی از روی قانون جواب میگویی. یه شرمنده ها کار تا کجا رفته رسیدگی است. عذر میخواهم برادران عزیز و خواهران گرامی که کمتر زیاد صحبت کردم. قرآن بفرمایید. قرآن قسم بود است. ببخشید، قسم. بله، سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اول برادر شوکت، ما از همه مخالفین یک گلی اول ما همیست که شما که اینجا آمدین، کسانی که از چیزهای دیگه دفاع میکنن یعنی مخالف نظر شما، نباید حکم چاپلوس برشان داده شود. یعنی شما میتونید نظرتان بگویید، اونا هم میتونن نظر خود بگوین. یعنی چاپلوس گفتن و یگان دشنام دادن مخالفین کار درستی نیست. بله بله، من یگان نفر رو چاپلوس نگفتم. نه شما نگفتین، دیگه کسا رو میگم در برنامه تان، چون اینا خواهش میکنم. بله بیایید بیایید برادر عزیز، ما قلف دهان کسان دیگر نباشیم. خواهش میکنم. بله. هرچند من هم جانبدار آن نیستم که در این برنامه من کسی را تأخیر کنم، اما خواهش میکنم یگان فکر داریم، یگان ملاحظه داریم، بفرمایید. اما ما قلف دهان دیگران نباشیم. در همین پارلمان های کشورهای مترقی گریبان قپی می شود، یکدیگر را حقارت میکند، یکدیگر را دشنام میکند. همین ها خودشان را ملت های پیشرفته مترقی متمدن میدونند. در همین حالت بعضی حالت ها میباید مجبور میشوند که گریبان یکدیگرشان را بگیرند. حتی در همین پارلمان های افغانستان هم، در همین حکومت گذشته اش به سوی یکدیگر داد میزنند، به سوی یکدیگر فشار میبرند، در پارلمان صدا بلند میکنند، یکدیگر رو تأخیر میکنند. در خود همین روسیه هم چندین وکیلان پارلمان هستند که وکیلان پارلمان نمایندگان خلق، نمایندگان یک ملت، این طرف با یکدیگر مناسبت میکنند. حالا از خلق عادی شما چی امید دارید که باید چاپلوس نگوید؟ چاپلوس میگوید، دیگر چی؟ یگان تحقیر هستین. با کدام نام ببریم؟ مثلا گریم یک نفری که چاپلوسی میکند. حالا نفرانی که نظر غیر دارن، نظر دیگر دارن، این گپی دیگر است. نظر غیر داشتن، نظر دیگر داشتن، نظر مخالف داشتن، نظر طرفداری با حکومت داشتن، این چیز دیگر است. اما وقتی که انسان دیده و دانسته همه این حالت رو دیده و دانسته باز میگوید که نه همه خوب است، همه عالی است، همه جانان، این برادر عزیز، این نظر غیر داشتن، نظر مخالف داشتن نه، این آفتاب رو کوشش به دامان پوشیدن کردن است. که این بفرمایید. بسیار چیزایی که ما میگیم ببینیم که در عمل امکان داره یا نداره. خیلی وقتا ممکن ما نوشته های روی یخ بکنیم که در آفتاب ذوب شود. به طور مثال امی برادری که عبدالله اسمش هست، عکسش هم همینجا میبینید، چندی پیش در یکی از برنامه ها زمانی که در قسمت مرزها سوال شد
گفت اسلام مرز ندارد، دو مرز است، یکی دارالاسلام یکی دارالکفر. حرفشان ممکن خیلی خوب باشه، به دلم بشینه، ولی امی آقای عبدالله را بگو برو شما سفارت عربستان بگو من یک مسلمان هستم، مرا یک ویزا بده برو اینجا کار کنم. میتیش کویت میتیش، دبی میتیش. من 35 سال قبل که پاکستان آمدم 200,000 کلدار از من خواستند که شما در قطر میتونید 2 سال کار کنید. ما ممکن خیلی چیزها بگوییم که دلنشین باشه ولی در عمل امکان ناپذیر است. فلهذا تیوری های ما باید قسم باشه که امکان عملی وجود داشته باشه. حالا از این مسئله که بگذاریم میایم در قسمت مخالفین. قرار قانون اروپا زمانی که شما انتخابات برگزار کنین یک حزب زمانی در پارلمان آمده میتونه که حداقل 7% آرا را داشته باشه. حالا قسمی که در خبرها میشنویم حدود 10,000 مهاجر افغان در اروپا هست. امروز یا دیروز ما تظاهرات گروه 24 دیدیم. گزارشاتی که آمد 30 نفر در این اشتراک کرده بودند. یعنی 1% مخالفین هم اشتراک نکردن. چرا 1% اگر اشتراک میکردن 1000 نفر میشه. حالا اگر از این مخالفین بپرسیم که وقتی که جامعه عمل بیاید شما بر ضد کسی که فکر میکنه ظالم است بخیزین، از هر 100 نفرتان 1 نفرتان هم نمیایین، این چه قسم مخالفین است؟ زمانی که بیایم در تلویزیون ها برایم همه ما از مخالفت صحبت میکنیم. پس میبینیم که فرق بین عمل و تئوری خیلی فرق است. امی باید برای ما و شما نشان داده باشه که زمانی که ما از مخالفین صحبت بکنیم فرض میکنیم برن تاجیکستان، همینایی که 30 نفر آمده بودن اگر انتخابات اونجا برگزار شود قرار قانون اروپا و دموکراسی 7% آرا را شما باید داشته باشین تا در پارلمان بیاین و نماینده داشته باشین و این مخالفین هم 4-5 گروهی جا هستن 1% آرا را اینا هم نمیگیرن. پس شما چه قسم در انتخابات اشتراک میکنی حتی اگر دموکراسی شود و شما چه قسم در پارلمان میایین؟ این سوال ما از خود آقای شوکت است. برادر عزیز، در این گفته های شما چنانکه که خودتان گفتید در گفتن نرم گفتن ممکن است و واقعیت چیزی دیگر است برادر عزیز، همچنان که خودتان فرمودید و ما در گفتن شیرین میگوییم و شیرین نظر فریبی میکنیم، اما واقعیت چیزی دیگر است. واقعیت این است که این 30 نفر اگر تاجیکستان یک کشور واقعا دموکراسی باشد، اگر به حقوق مردم احترام قائل باشد، به همان حقوق هایی که در قانون ها نوشته شدند به آن احترام قائل باشد، مردم باور داشته باشد که این حکومت امروزه تاجیکستان از روی قانون رفتار میکند، نه از روی قانون جنگل، از روی قانون کشور رفتار میکند، باور کنید 30 نفر نه، 300 نفر نه، 3000 نفر و 30,000 نفر میبرایند به میدان. همین روز اگر مردم باور داشته باشد که همین روز اگر مردم به این باور باشد که این حکومت به قانون تاجیکستان احترام قائل است، واقعا به قانونهای نوشته شده احترام قائل است و از روی آن عمل میکند، مردم به کوچه ها باور کنید یک نه هزار میریزند. برای حاضر شما ببینید، شما از کجا گپ زده ایستادید؟ ببینید این حکومت طالبان در وحشیگری حالا به ناخون پای اینها برابر نیستن. اینها میگن ما با خون آمده ایم، ما با خون میرویم. فهمیده ایستادید؟ اینها میگن ما با خون آمده ایم، با خون میرویم. شما میتوانید بگویید که حالا این مردم به حدی از جان گذشتگی نرسیده است. من با شما موافقم. اما وقتی که مردم به کوچه ها نمیریزند، مردم به در انتخابات ها شرکت نمیکنند، برای آن است که این انتخابات ها دروغ است. شما شرایط تاجیکستان را نمیدانید. شما ببینید انتخاباتی که در افغانستان بار آخر گذشت، انتخابات ریاست جمهوری، انتخاباتی که گذشت، شما پر از تقلب گفتید یا که عبدالله برآمد تقلب شد گفت و ها کذای دیگر، دوبار مصالحه ملی کردن و دوبار کرسی تقسیم کردن. هزارها مراتبه از انتخابات تاجیکستان شفاف و آزاد بود.
هزارها مراتبه از انتخابات تاجیکستان شفاف و آزاد بود. پس چگونه این حکومت میتواند مردم را سوی صندوق انتخاباتی برد؟ شما وقتی که حرف میزنید خواهش میکنم اول شرایط تاجیکستان را بیاموزید، بفهمید که شرایط تاجیکستان چگونه است. آزادیه که با همین جنگ و توپ و تفنگ با ارمی 300,000 نفری که آمریکا در افغانستان تشکیل کرده بود، دموکراسی که در افغانستان هست 101 و 1001 در تاجیکستان نیست. همین طالبانی که امروز آمدگی هستند یک بار رفتارشان را بیاموزید و با رفتار حکومت امروزی تاجیکستان قیاس کنید. این شما ببینید مردم به میدان نریخته ایستاده است، مردم به کوچه ها نریخته ایستاده است و مردم اینقدر صدای بلند ندارد و ما هم فقط همه گپ و حرفمان با همین برآمد و با همین صحبت با مردم تمام می شود. این به خاطر آن نیست که برادر عزیز ما یعنی طرفدار دموکراسی نیستیم و طرفدار به کوچه ها ریختن نیستیم، طرفدار تظاهرات نیستیم. این طور نیست. برادر عزیز مرگزیده میگویند از ارغمچینی علا احتیاط میکند. باید این به این نوبت گرفته شود. خواهش میکنم هر یک نفرانی که خارج از تاجیکستان هستند، یعنی شهروندان کشورهای دوست ما هستند، همزبان ما هستند، همدین ما هستند، به یک چیز جدی اهمیت خواهش میکنم. شما پیش از آن که میگید این مخالفین این خیل هستند، این مخالفین این هستند، چند فیصد رو تشکیل میدهند، باید 7% رو داشته باشند. برادر عزیز همین شب و روز در تاجیکستان مردم شاید 80% ضد همین حکومت باشند. شاید 80% ضد همین حکومت باشند. حالا همین حرف امام علی رحمان که گفت به سیاست و دولتداری، کارهای دولتداری مداخله نکن که تعقیب میشوی، یعنی طبق قانون جواب میدی. این قانونه که شما خودتون فکر دارید، همین قانون آیا وجود دارد که به سیاست و کارهای دولتداری مداخله کنی باید تعقیب شوی، باید جواب بدی؟ این قانون در کجا؟ این گفتن گپش همین که من چیکار خواهم میکنم، دخالت کردی جزایت رو میدیم. همین چیز رو میفهمی شما؟ حالا یوسف بعد از آن واتساپ، یوسف بفرمایید. بعد از آن یک واتساپ زنگ زده هستند. یوسف برادران بهادر عبدالله یکان چیز گفتنی باشید حتما اشاره کنید، من به شما نوبت میدم ان شاء الله. یوسف بفرمایید. یوسف هستید؟ میکروفونتون رو فعال کنید. یوسف. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من با همه حکومت دارو گفتنیم که دیگه آدم نیفتن دیگه افغان والیسن است، امریکان است، بو یگان فقط یگان نمیشه دیگه میاد. زبانش رو با افغانی گرداندگی است، افغان نیست است. یک دیگه کار ندارن دیگه. همین وقتی که میگه فیصد 10% آخه وقتی که همین اعتراف نمیکنیم، مثلا همین مخالف چی نمیروی برآمد میکنیم، یا ترس دارین که میرویم برآمد میکنیم، مثلا جدی مخالفا گام میزنیم صحبت میکنیم. یکم بیم همینه که ما به همین لعنتی هم گفتنی هستم که باید ما هم مردم به یک انقلاب به همین یک چیز حل کنیم که همین یک خیانت کلونه که دائمی اگه خیانتی بسیار کرده بدبخت خیانت کلونش همین مثال زمین تاجیکستان فروختگی با ما ادعا کنیم که همین زمین برای کدام سبب فروختگی، مثلا پول همین زمین کجا شدگی، با همین چیز میخوام که متحد شیم، همین دیالوگ را مثلا همون مخالفان مثال چی کنیم، با همین دیالوگ خطی میخوایم انقلاب کنیم. به مثلا بعد همین چی کنیم، مثلا برای انقلاب کردن یک چیزا در کاره که برای که انقلاب کنیم مثلا انا خب همه گفتنی من همین بود. برادر سلامت باشین. تشکر زیاد برادر عزیز. ان شاء الله که مکانیزم های انقلاب هم پیدا میشوند و
انقلاب که لازم شد در تاجیکستان انقلاب هم میشود انشالله. باید به این آمادگی خود را ببینیم و هر یک فرد ملت باید به این آماده باشد. ببینید میگویند که اگر صلح میخواهی به جنگ آماده باش. اگر صلح میخواهی به جنگ آماده باش. یعنی از جنگ ترسیده صلح کردن صلح نیست. طرف مقابل به صلح با تو برای آن راضی میشود که واقعا به تو قدرت و توانایی قائل است. یعنی در تو قدرت و توانایی میبیند. باید حکومت تاجیکستان در مردم قدرت و توانایی را احساس کند. حکومت جمهوری تاجیکستان خود شخصی امامعلی رحمان این گپ‌هایی که گفت به حکومت و دولت داری به سیاست دخالت نکنید، این مضمون آن را دارد که این مردک به قدرت مردم، به هوشمندی مردم، به ذکاوت مردم، به عقل مردم احترام قائل نیست. به همین خاطر است مردم رو گفتیم مردم جنوب یک گلو میداند. برای همین است اساسا زنگ را از واتساپ قبول میکنه. بعد از آن نسیم دولت. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام رحمت الله. شما نغز هسته خوبت؟ تشکر به شما. با همگان اولش سلام و بعدا میخواستم که خیلی یک سخن در اینجا کردین که شما نه فقط باید فکر عقیده عام مخالفایی که قطعی شما یک جایش لگن گوش میدم خلاصه ما نمیگیم که ما طرفدار این یا آن یک چی هستیم. ما همچون یک شخص خالص میخواستیم در این برنامه شما برآمد کنیم. بفرمایید. و یکم سوالی که ما به شما که شوکت حتما نکنم شوکت محمد شما را میگم. بلکه صداشون کمتر. انا ما یک سوالی به شما دارم. امی مقصد اساسی خود شما اکای شوکت چی است؟ امی یک سوال عادیه که امی جواب دادن بتونید. ما دیگر یگان سوال به شما ندارم. مقصد اساسی شما چی است تکه؟ برادر عزیز همینجا از اول برنامه اگر شما بخشش یک چیز که من میخواستم خیلی کنم شما دائما درباره عدالت همین عدالت به فکر من که مقصد اساسی شما عدالت همین خیلی است. بله باید دموکرات دموس خلق کراتیا حاکمیت هم خیلی است. حاکمیت یعنی در دست خلق. این روز آیا شما نمید امی چیزی که مثال حاضرش دی حاکمیت که در تاجیکستان در دست خلق هست شما همین چیز حس نمیکنید؟ خلق یعنی امامعلی رحمانه؟ ما در نظر ما شخصیت در نظر ندارم. ما آزادی خلق در نظر دارم. من برای آزادی را برادر نمیگم اکا. ما در عموم میگم که آیا همین چیز شما نمیبینید؟ برادر عزیز تمام. ببینید برادر عزیز یکم شما سوال دادید که مقصد اساسی شما چی است؟ برادر عزیز مقصد اساسی شما بله. تشکر برادر عزیز. از همین اول برنامه تا همین حاضره که شما سوال دادید من درباره مقصدمون گپ زده شدم. با شما میبیایید برادر خاموش برادر خواهش میکنم بنابرای گپ زنیم مایلش. خب از همین اول برنامه در تمام برنامه هایی که داریم شما گفتید که من برنامه های رو شما رو تماشا میکنم. شما برنامه های ما رو تماشا کرده مقصد ما رو نفهمیدگی باشید. حاضر من به شما چند ساعت دیگه جوق زنم چی فایده داره؟ ما یک چیز دیگه میگم تو ما فهمیدم شما را که این یک حالا بیستید برادر عزیز حالا بیستید. این سوالتون بی‌جاست چونکه از اول برنامه و چند برنامه های دیگری ما از اولش تا به آخرش ما درباره مقصدمون گپ میزنیم. مقصدمون چی است؟ گپ میزنیم. این یک گفتید درباره عدالت گپ میزنیم و سوال دادید که آیا در تاجیکستان حکومت در دست خلق نیست؟ بیاید به همین سوالتون جواب را از من از مردم گیریم. نسیم دولت سلام علیکم برادر. ما این جواب شما
حالا بیست همین نسیم دولت و گوش کنیم چی میگه به این سوال شما. شما همچون سابق اعضای حزب نهضت اسلام ما شما یک سابق نیستم، راهبر حالا هم کلان اعضا در یک هستم. منطقه بودید. گوش کنید، من سابق شما نیستم، من بدین حالا هم اعضا هستید هستم. من میدونم. برادر شوکت این آدم را خاموش بکنین، خاموشش بکنین. برادر عزیز حالا صبر کنید، نسیم دولت گپ زنید، بعد از اون باز صحبت میکنیم. برادر سلام علیکم آقای شوکت جان. و رحمت الله و برکاته. خب من یک چند روزی که به تاجیکستان آمدم، خوشبختانه امروز در وطن هستم. خب به همون برادری که در واتساپ تماس گرفتن، من به همون چی گفتنی هستم؟ گفت که حاکمیت یعنی قدرت در دست مردم است. خود رحمانوف در برآمدش گفت که کسی که در سیاست دخالت بکند جزا میتیم اون نفره. خود رحمانوف با زبان خودش گفت چه خیلی حاکمیت در دست مردم است. بعدا ببینید من در تاجیکستان امروز هستم و ماشین دارم. خب راننده هستم، گاه میگردم با ماشینم. باور بکنین یک کارمند BDA را با کارمند BDA بحث کردن نمیتونی. کارمند BDA جیان کیم کدام پالکونیکای خطیش بحث کردن نمیشود. این برادر اینجا در مدای میگه که حاکمیت در دست مردم است، دموکراتیا و دموکراتیا و فلان و بیسمدان. خاک خنکای در دست مردم. با خدا قسم اکای شوکت جان چند روز در تاجیکستان هستم. خب یگان 14-15 روز اومدم من. باور بکنین اکای شوکت جان مردم خیلی زندگی پس دارند. یک خلطه آرد قریب به 300 سومان رسیده است. یک 5 لیتر روغن 118-120 سومانی. 5 لیتر نیست 400-600 است. با خدا قسم خیلی حال مردم بد است و من در یک چی حیرانم که برای چی مردم خاموش است. مردم گرسنه خاموش است. میگن که گرسنه با شیر میجنگه. من نمیدونم، من فکر میکنم که این سخن دروغ است که گرسنه با شیر میجنگه. نه، وقتی که ناموس نیست، ننگ و ناموس شرف نیست، گرسنه میمری میره زبان تا باز دهان تا باز نمیکنی. من فکر میکنم که مردم ما ناموس از دست داد، نه مردم ما شرف از دست داد. همه چی مقدساتی که داشتیم در دین مان، در فرهنگ مان، در همون نمیدونم دیگه چی بگم، همه چی را از دست دادیم. مسجدها را بستن خاموش، سطر را گرفتن خاموش، مدرسه ها را بستن خاموش، ملاها را زندانی کردن خاموش. دیگر از این دیگر میشود بیناموسی و بشرفی. والله قسم من فکر میکنم که نه دیگر در مردم ما گرسنگی کارا نمیکنه، هیچ فایده ندارد. گرسنه میبره میرود دهنش آواز نمیکنه. نه با شیر ما جنگه نه با روباه. مردم بیناموس شدگی، شرف ندارد، هیچ آبرون نیست. با خدا قسم اکای شوکت جان این فکر شخصی منه. بهادر دست برداشته شدن. بهادر چی گفتنی هستید برادر؟ اکا امی برادر هازی میگه در تاجیکستان عدالت هست. ای کدام عدالت میزنیم که های نیتری برادر رو در میدان خوان. ای کدام عدالت میزنیم که زنک در درون توالت خوان. ای کدام عدالت؟ ای عدالتی باید بزنن که باید عدالت میگن عدالت یا برای فهمش یا که 10 تا جیب دزد دنبادم میگرده، 10-15 جیب دنبادم میگرده دزدا، باید سیاست ما کار نگیریم. نه که عدالت نیست. تو همین امام دایس نام برکو عدالت نمیشه در وطن ما. این ذات ناپاک، این فقط دزدی و غارت. 30 سال خونی خلق مکیدگی 30 سال. نه که مرد به همتری کامی عدالت میگه که مرد به همون عدالت چکنو که عدالتی آزادی خلق اوجه محروم کردن که درست است. ای آزادی خلق محروم کردن. در واتساپ هست، در علاقه هستید؟ بله جواب مردم رو شنیدید شما؟ یا من هم جواب بدم؟ نیاز هست به جواب من؟ نه جواب شما این قانع کننده نیست. ما یک دو گپ زنم شما ساز پریبات میکنید. مالش یک دقیقه ما یک گپ زنم که امی در امی روسا یک مثل است میگن میرم پراویت اینترسی هم خیلی است. سبب است که شما توی صحنه اومده مقصد شما منفیت خود شما که شوکت برادر عزیز برادر عزیز گوش کردن مقصد ما چی است؟ مقصد خودت منفیت است. بله درست است. درست است. چی جای بدی دارد؟ من
بله درست است، منفیت است. کی به ضرر کار میکنه؟ شما منفیتی که بر منفیت خلق نه، منفیت شخصی خودتونه. برادر عزیز، منفیت شخصی باشد، یک دقیقه صبر کنید. بسیار خوب. منفیت شخصی باشد، از بلا حذر گفته، حالا گفته ای شده است که مرا تهدید کرده ای شده است امام علی رحمان که با سیاست و کارهای دولتداری مداخله نکن، نمازت خوان، روزت داشته گرد. این تهدیدهایش، برادر عزیز صبر کنید، این تهدیدهایش به ما است. ما جان خود را مثل یک لخچه در دست گرفته گپ زده ایستادیم. برادر عزیز، اگر من برای منفعت خودم باشد، منفعت خودم این است که یک تجارت خرد را میگیرم و صدایم را کسی نمیشنود، مرا کسی نمیبیند، مرا در کجایم بودنم را کسی نمیداند، مزح کرده تجارت کرده میگردم پول کار کرده، هیچ کس نمیفهمد در کجا بودنم را. ببینید خودتان نادرست گپ میزنید. برادر عزیز، برادر عزیز، شما نادرست گپ میزنید. من برای منفعت خودم باشد، من میدونم چیکار کردنم رو، لیکن این کاری که من کرده ایستادم حاضر با تمام به ضررم است، به ضرر اهل اولادم است، به ضرر خویش و تبارم است. همه خویش و تبارم در تعقیب است، برادرانم، خواهرانم همه در ترس و هراس هستند. تلفن کردن نمیتونند به من، مناسبت کردن نمیتونند به من. این کجاش منفعت است؟ منفعت من این منفعت ملتم است، منفعت ملی است. من برای منفعت ملتم کار میکنم. درست است برای خودم، برای آینده فرزندانم. من نمیخواهم که آینده فرزندانم بگویند که انمی پدرهای ما کرخبارها بودند که ما به این روز رسیدیم، به همین عقب ماندگی رسیدیم. حالا ببینید نزدیک آمده ایستاده است که تاجیک از تاجیکم گفتن شرم دارد. نزدیک آمده ایستاده است. حالا چقدر نفران گپایشون رو شنیده ایستادیم که از تاجیکم گفتن شرم می‌دارند. شما درباره منفعت گپ می‌زنید. منفعت من این است که فرزندانم در سیمای من کرخبار نبینند، در سیمای من شرمنده سرخم غلامطب نبینند. برادر عزیز، انا برای همین هم شما کوشش کنید که وقتی که منفعت میگوید، منفعت یعنی چی دانسته باشید و وقتی که با یک نفر مقابلتان بها میدهید و بدونید، بسنجید که چی گفته ایستاده اید. اگر ما منفعت شخصی ما باشد، منفعت شخصی خیلی از کارهای است که فقط منفعت شخصی تامین میکنی، مزح کرده میگردی، هیچ کس تو رو نمیبیند، هیچ کس رو تو غم نمیدهی و هیچ کس از پیت نمیشود، هیچ کس تعقیبت نمیکند، خویش تبارت رو غم نمیدهد، مزح کرده میگردی. این چگونه منفعت بود است که یک روز خوش نداری، در کدام لاگرها زندگی میکنی، در باششگاه پناهندگان، در 12 عائله یک آشخانه دارد. این چه خیلی منفعت بود است. انصافتان را خواه خوره شما بر این بهادی ها را، منفعت شناسان را. ممکنه گپ زنیم؟ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا این آدم تو سوالش من جواب میدم. انا من منفعت میخوام، منفعت شخصی خودم. انا من منصب میخوام. من پرزیدنت مشتیگی نیستم، من ریولوسی میکنم ان شاء الله. پرزیدنت، من پادشاه امیر مومنان مشتیگی هستم. این نیت دارم. منفعت خودم رو میگیرم. اول مقصد برای چی پادشاه میشم؟ وقتی که پادشاه میشی، قدرت دستت میاد. این قدرت مثل یک شمشیره. او کتی میتونی مسلمانان رو نابود کنی، میتونی حمایتشون کنی. وقتی که حمایتشون کنی، میتونن به مسجد را نماز خوانن، میتونن تحصیل قرآن گیرن، علم گیرن. سو یک روز یک تا برن ثواب مینویسد. انا ثواب روز قیامت منفعت ماده کار میتید. ان شاء الله همه اینها منفعت ماده کار میتید. فقط روز قیامت این دنیا شاید نتیاد یکونچی و دنیا آباد میتید. این منفعت منه، شخصی منه. بعد نمیبینی مثال مسلمانایی که خورای هر دو دلت نمیسوزد دیگه، همه آباد میشد. باید ریولوسیون شود. من همین فکر دارم. این امام علی
یک طاغوت است طاغوت نه که دشمنی ما نیست یک دشمنی تاجیکان نیست دشمنی مسلمان دشمنی الله است باید ریولوسیون شود حالا شما برادران ریولوسیون میکنم میگویید کمتر کارتون خطاه مقصدی ما چی میگه خطاه ریولوسیون باید این پرچم تاجیکستان بسوزیم نیست نابود کنیم قطعی نشانش پرچم خودمونه در اونجا لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته باشد این پرچم است اکای شوکت محمد شما پرچم دارید برای چی پرچم نمیدارید خودتون پرچم نصرت اسلام است که در اونجا لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته برای چی شما به پرچم فعالیت کردید شما میتو با میگید که ریولوسیون میکنم میگید با این کار ریولوسیون همین خیلی یکا کجا در ریولوسیون لیبیا محمد قذافی کی پر ریولوسیون کنه با اما احوال پیشینه با بعد های خوب نشد اما دیگر جواد ریولوسیون کنن خوب شد برای چی برای که او ترکی کار میدونن گرفتن پرچمشون چی پاره کنن پرچم خودی که هم برای فایده میبرد آوردن زدن تمام این پرچم تویسا ضرری موده من میگم ضرری موده کم کرد فایده امام علی رحمان ده خوب تشکر برادر عزیز علی بفرمایید علی سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته صحبتی آزاد بودم فرصت استفاده برده دو کلمه دباوید کردم که بسیار کاری خوب کار سکتون فقط پیش با همین تسلیم نشویتون با گفتنی من همین که همین پروگرام این گروه شما گروه 24 اصلاح تیوی فرقش نه همین برادرایی که بسیار جو میکنند همین عصبون وایرون شد همین گفتنی هم که هر 5000 آدم تماشا میکند هر یک تلویزیون هر یک تماشا ما نپریمور زمو 3 کس تماشا میکنیم 3 کس 700 پاتیم 300 میشه اگه 5000 آدم 3 به ضرب زنیم این 15000 میشه 15000 آدم 200 به ضرب زنیم یک موده یک بار 200 روبل این 200 روبل گفتگیش که دو تا اصناف پیاده روید هیچ کس نمیمرد یا یک روز به یک موبه یک روز یک هر یک برادر دو تا ساموسه نخورد نمیمرد مقصدی گفتن همین که 15000 آدم 200 سومی یک موبه یک بار پول جمع کند یک پولی کمی شنده پولی کلون میشد این هر ماه نمیخی جمع شده است این پول جمع کرده من گیت دانی بینیش با می زبونی اشتی خودمو کرده می شپلوخ کرده می رنگی کلوش کرده میزنیم که دیگه همون ریشه پیشوش کتی گم میشد این صحبتی آزاد بودم من اینجا فرصت استفاده برده در اومدم من اون گروپو در اومدن ایتنام تو اینکه ویو طلب میکنن اشکر نسمتریان اشکر اینجا تجارت دارم شکر الله زندگیم بهتر چیم بعضی برادرو لیکن برادروی مو تو همین درجه کورنما کن که من 4 نفر دن نیممن کور کنونده میتونم اویلی که 1200 تا 1700 میتونم یک موبه 60000 4 نفر با قربان میرسد لیکن آدمای مو دتکوی سبینا کورنما کن اور نومشون گم کردن که پوری موبه نمیبود کوری دیگه نمیدونم که نومشون گفتنیم شرط نه تا اینکه قدر نمیخوام منم زیاد که اون پرابلمی چی شود تشکر حالا عبدالله بخواستن چیزی بگویند اون برادر شغل ساعت 9 من بخوری داشتم همون از برای همین در مسئله که در سرلوحه برنامه هست مسئله مهاجران کارکرد پخته و استحصال پخته و بلندروی نرخ اوزقواری و بنزین و غیره صحبت کردنی بودم البته که اون مسئله که هست مسئله مهاجران این یک معمای بزرگ نه اینکه معمای یگان شخص بلکه کلی مردم تاجیکستان این معما برای چی برای که وقتی که یک نفری ما با زبان روسی و غیر روسی صحبت کردن نمیتواند این البته این جای تحقیر نیست برای آنکه بسیاری مردم دنیا البته که از یک زبان یا دو زبان بیشتر زبان نمیدونم لیکن آن معماهایی که هست در داخل تاجیکستان البته که من اینم در مسئله معلمان نمیبینم برای چی برای آنکه معلمان اون وقتی که من درس میخوندم بسیاری معلمای ما حرکت میکردن من التماس میکردن وقتی که من میگفتن که انگلیسی خوندم میگفتم من امریکا نمیرم یا که روسیه نمیرم وقتی که درس روسی خوندم
سبب چی در چی بود؟ در آن که چی بگم همین میروزرینیا همون سطح دیدگاه خیلی تنگ، سطح فکر که فرزندان که وقتی تنگ آنها نمیخواهند فکر میکنند که در تاجیکستان البته که جوان هستند یا که خرد هستند فکر میکنند که آبادی در تاجیکستان است. از برای همین وقتی که در وقت یوشی پدر و مادر هم در خانه اهمیت نمیدهند، در میخواهند که بسیارتر کار کنند، پول بسیار را به دست آورند و فرزند که بی اهمیت میشود، فرزند بعدی مکتب میآید با بازی آور است، درس تیار نمیکند، بعد که آیسته آیسته صف 11 که تمام کرد به همین خیلی معماها دچار میشود که حتی که خیلی که گفتیم یگان کاغذی که در سمالیت ها میتیند این پر کردن نمیتونند. از برای همین باید که ما همه امروز دیدیم حالت که تقریبا 30 سال شده است، در 30 سال یگان پیشروی نیست. باید که خودمون فرزندانمون رو خوشرو تعلیم دهیم، باید که نگاه کنیم فرزندانمون چی خیلی میخوانند. باید اگر قدرت داشته باشیم مکتب های بهترین هست، با مکتب های بهترین اونها رو سفربر کنیم که تا اون که علمی خوب گیرند. برای فرزندانمون باید که اون چی میگن پروفسیا همون که در دنیا حاضر در اینترنت هست، اگر که نویسیم که گویم که کدام همین چی پروفسیا بهترین تا 10 گویم میبرد، دنیا لازم محتاج است. باید که به فرزندم گویم که بچه من دکتر شو، کسمونوت شو، انجینیر شو، نگاه کن. البته که فرزند یاش است میخواهد که یک آبرو داشته باشد، هر انسان همینطور است. از برای همین سطحی که اون معماهایی که هست این معما دوام میکند، یک روز تغییر مییابد. البته که هر مهاجر صاحب عزت و شرف میشود. باید که هر یکی ما مسلمان هستیم برای خواهرمون برادرمون مهاجر است کمک رسانیم، از بالای او خنده نکنیم. البته که اینا گفتنی بودم مسئله پخته، استحصال پخته معما در آن است که اکای شوکت ما هم در کودکی نگاه کنید که از یکی که سببی که ما به علم هستیم، جوانای ما مکتب خان صف 10 11 یا که 9 بعد که صف 11 را تمام میکنند یا 9 را به کالج ها یا که به دانشگاه عالی میروند، اونها درس نمیخوانند، اونها به پخته چینی سفربر کرده میشوند. حالا اینکه اون پخته که جمع آوری میشود امسال در سال 2021 حکومت تاجیکستان گفت که 400,000 تن پخته جمع آوری کرده میشود. از این 400,000 تن نگاه کنید که 75% پخته در بیرون کشور کارکرد کرده میشود. تنها تقریبا میگوید که 100 دانه کارخانه خرد و بزرگ برای استحصال پخته در تاجیکستان موجود است. لیکن همون 100 کارخانه فقط 25% از این 400,000 تن پخته را چکار میکند؟ چه کارکرد میکند. یعنی همگی 100,000 تن، همگی 100,000 تن. 300,000 تن اشیای خام به بیرون دولت میرود. نگاه کنید که دهقان مشقت یک سال بیچاره، حتی که با فرزنداش، اگر من فرزند دهقان هستم، من از خوردی درمون چی بگه در پخته‌زارها کلم زدگی بودم برای که پخته بزرگ شود که تا حاصل دهد چند قدر مشقت میکنند دهقان. اکو امسال اگر که نگاه کنیم رئیس ولایت سوخت برآمد میگه که اون سال 50 درم بود، امسال 1 سامان میکنیم. دهقان بعد که پخته رو سر جمع آوری میکند با دولت یا که همون انسانی که منفعلیست با اونها با 4 سامانی یا 5 سامانی میفروشند. لیکن وقتی که 300,000 تن به بیرون از دولت فروخته میشود، یک دانه یک کیلوی پخته امروز در بازار جهانی $1.10 است. امروز میگوید که در تاجیکستان 5 روز پیش تقریبا کدام سایت اینترنت سایت چی کرده است که 188,000 تن
جمعآوری کرده شد پخته. این تقریبا اگر که با همین نرخ اگر که چی کنیم 200 میلیون دلار میشد. این پول کجا میرود هر سال؟ برای چی؟ دهقان قشاقت بای نیست. بفهمید؟ برش نیست. البته برای چی؟ دهقان کم بغل است. دهقانای ما بیچاره ها را میبینید که رحمتون میآید. اونا برای چی خدمتگاری که این نگاه میکنید که پخته رو به کجا استحصال میکنن؟ دولت ترکیه، دولت روسیه، دولت قزاقستان، دولت چین. دهقان میدونید اکثرتش برای غوزاپایه پخته میکنند. البته بیچاره ها رو میبینید خیلی زندگیشون قشاق است دهقان ها را. گپ رو بینید در بین همین دهقانان پختکار یک گپ مد داشته است. هیچ چیز همین غوزاپایه‌اش میموند که. البته هم فایده هم بیچاره هم غوزاپایه. تو این باور دهقان پختکار تو غوزاپایه نه، تو پخته در برش گپ زن. دهقان چی میگه؟ هیچ چیز نه، همین غوزاپایه‌اش میموند که تنور رو بتاسپونیم. معمای ما البته که نگاه کنید که البته که یک چیز است که همه حتی که هر یک نفری که هست کریتری پاسوب کف میگه که زبان روسی چینه اما فایده و زیان شده است. هر یک نفری که دین مسلمان بود امروز کپیتالیست شده هستند. میخواهد که از یک برادرش یک چیز رو کند. دهقان مشقت میکند میرود بازار عادی، بازار داخلی هر شهر را. داخلی بازار در آمده نمیتواند. از برای همین نرخ کارتوشکا و نرخ سبزی و نرخ پیاز و غیره 3-4 برابر قیمت است. بله درست. تشکر برادر عبدالله. از برای همین از یک دقیقه از برای همین مسئله سوزشواری، مسئله خوراکواری اگر که به دهقان‌ها اجازت ندهیم، به انسان‌هایی که سوداگر هستند اجازت ندهیم، این مناپولیست‌ها انسان‌هایی که کل بازار را غصب کردن اینها را اگر که نابود نسازیم، مردم ما البته که در همین قشاقی یا که در نرخ قیمت محصولات میخرن زندگیشان همین قشاق و وزدین میگذارد. کار میکنن در روسیه میبرن پولاشون به یک انسان‌هایی که خبیثن دشمنن به اونها میدهن ولیکن عمرشان همه وقت همچون غلام میگذارد. سلامت باشید برادر عبدالله. ممکنه بگم اسیتیموف بفرمایید. همجا سلام علیکم. همجا کس پیشکی برامد یک چپسیو با عقل گرفت گفت که چی گفته که اونا گفت شما با منفیت خیتون میکننی خیلی همو دامو را که شوقت بار چهره چون ببرویان گوش نکنن همو دامو یک طرفدار اموال را میکنن همجا چهره خیتش برویم و ببینیمش و قاچیه موزیکا امسال طرفدار امومالی بواری امومالی دوره که امومالی پوینده امونه حکمتش برای همجا بار چهره که شد برو التیموس ده شما چی به همین وقتی ما را بیودن ما هم جداد میکنیم و آدم میگه شما با هم را گوش میکنید شما میدونید که همون پروستات شما را اپلیکات برای اپلیکات کند رو مگه هم آدمو ویاتلام برای هم بچه رفتم بعد دیمیش که همینجا ما فقط گوش میکنم بسیار هم برادرها گامزاگی هم طرف خطلون هم هم سوی کلوبچیو یا هم کسای طرف پامیر یا که خوجان مثل خوجان دسته یا تایم تا چی باید کمان بعد پاگا بویا کسیگر این ابو پریزن میمونه با میخیزا با میگه که ای دوست برادر وای حاضر من اول شما خودتون از کدوم طرفید؟ ما خطلون ما کلوب مینم بله حالا ببینید من خودم از طرف سوخت هستم از طرف شمال از نقطه 8 حالا در همه برنامه کمش 4-5 نفر از ولایت سوخت صحبت کردن اما اینجا یک چیز هست همین چی میگوید زبان تاجیکی امروزه ما زبان دنگره شده است سوختی رو هم بینی به زبان دنگره گام میزند خطلانی رو هم بینی به زبان دنگره گام میزند کوشش میکند به زبان دنگره گام بزند این در این مدت 30 سال کم وطن مردم 6 هفتگی است چند نفر رو من اینجا دیدم
نیمتا سوغدی نیمتا دانگرگی کرده گپ زد. اما برادر عزیز من خواهشم چی است؟ خواهش من این است که بیشتر ما کوشش کنیم که با یک زبان عمومی، با یک زبان ادبی گپ زنیم در چنین برنامه ها، در یعنی و کوشش کنیم که زبان یگانه داشته باشیم. حالا تاثیر چنان است که در همین ناحیه ما، ناحیه 8، اگر از همون بالا آب فرامده تا مرکز ماموری فرامده بیاید، 4 دهه را گذشته میبینید، 4 دهه شیوه های خود رو، شیوه های جداگانه خود رو دارن که شیوه های جداگانه خود رو دارن 4 دهه. برای همین برادر عزیز من فکر میکنم در همین گونه برنامه ها ما با لهجه های کوچکی نه، با شیوه های محلی خود نه، کوشش کنیم با یک زبان ناب ادبی گپ زده شده باشیم. بیشتر کوشش کنیم. حالا نمیگم که 100%، حالا من هم شاید 100% گپ 60% گپ زده نتونم، لیکن کوشش کنیم که با یک زبان گپ زنیم که عامه فهم باشد و یک کمتر ادبی تر باشد. بله. نه ما مقصد ایجاد چیه که مثال وام سهم شونا بگذارن که مثال چی بگم رنگ اما اولا نشود، مثال موزی بعد یک چی میشه بعدا این گوسورا شما وارن یا که برای هم کلوبیوش میدوزن که برای هم وام همی پاسیونی نباشنده، سهم شونا بگذارن هم چی کنن گپ زنن برآمد کنن، یک طرفه نباشه رنگ اولا اینه برزگو و بعد آوردن موندن نفهمیدن رنگ میمو مالی وری برام برادر رو به طرف نباشه. خودمون نمیکشد همه جا تینجی شود با زده میگیرن که نومید شدن. همه خیلده مثل پاسیب نباشه دولت حیوان پومیری و اینم مفصلا این پومیری و فکر است برادر ایسیس یتیموف به این فکر هستن که همین چند تا همین کرده ایستادگی ها چی میگوید حرکت کرده ایستادگی ها حرکت کنن همه جا تینجا امونی آسایشتگی شد بعد زده میگیرن. فکرشون همین خیلی است. نه خیلی نیست. مثال جا مردم چه بگم و خواب میکنن میشینن نه پومیری و هیچی نمیگن خواب میکنن میشینن یا که ما هم کلانتاره مو نقل میکنن. ایس یتیموف من 2 کلمه دباوید کردنیم. همین بیماری من حالا بگم پیش بود چرا زید برمودم این گپ در محل نیست، در جای نیست، در منطقه نیست. این بیماری در تمام تاجیکستان سرایت کردگی است، در همه جا هم همین خیلی است. اکثریت دانشمندان، زیاییان، سیاستمداران همه در تمام کشورهای اروپایی، امریکا، اینجا تا استرالیا همه جا رو همین پنج شدگی هستند تاجیکا. بله. پایده ایستادند همین چند دیوانه که نه به جان خودش میسوزد نه به جان علی اولادش میسوزد گپ بزند امام علی رحمت الله چپه میکند، بعد اینها داناها سیاستمداران بزرگ همدان میبیایند. برادر شوکتی محمد همین یک کلمه دباوید کنم اگر رخصت میدادید همین خاطری مردم برسونید. همین گروز یا تریتوری روسیه میدارد یا نه؟ گروز تریتوری روسیه، گروز خودش کشور جداگانه است. همین نه انانی گرید همین گروز اگر با ما ممکن که خطا کنم همین مردم همین در خاطر کنید همین ایسو شما اندازید مقصد زبون قشلاقچه باشدم سال 2010 همین خاطرم با که همین 3 سوتکا مهلت دادگی همون خلق سال 2010 3 سوتکا با ای بوی می میلیونر می مولتی میلیاردر می برابر دفع کردن. برای همین این برادرای ما خیال نکند که من گرجدنی نام من خونه من اینجا مهاجرم من اینجا بیزنسمنم. اگر در کور کشد مویم رنگ همونو خدا ننموده یک کور چپگیش بیاد رنگ سال 2010 همونو 3 سوتکا دفع کردن. بله تشکر برادر خاطر به همین گیرد بسیار خوب میشد. عزیز همگی 7 دقیقه وقت داریم به این نفرانی که حالا پایده ایستادند نوبت خود را به اینها نوبت بدهیم. برادر امین الله بفرمایید. امین الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما جانا گفتنیم که مقصد مردمی مقصد خوجند باش ما را
سختی باید کار نکنه یا مردم لنوبود یا مردم دیگر جا نگفتنی ما گفتنیم که هم خیلی با فکرم هم خیلی هستند که مردم همه جا باید همی سخنها را همی جا باید اشتراک کنند یا نه تنها مقصد هر جا بشوه باید میشوه در سر همو ناحیه یا همو شهر ظلم میشوه و سختری باید ممکن بجکن برای هم خاطر ما گفتنیم که مقصد همه چی منطقه هست چی چیزی هست اینا مقصد بنویسن یا مقصد بتروین گپ زنن برای که این ظلم از دالمامه در همه جا رسیده سه به هم خاطر ما گفتنیم که ببروین گپ زنن ببروین اشتراک کنن یا چنین چی بدونم بعد یک وقتی نشه که بعد بخیزه یا خیلی مردم اینا مقصد مبارزه یا مقصد همین گپ زدگی یا مردم عادی بخیزن باید مردم دیگهش بخیزه باید برای که اشتراک نکردی گپای شما را که گوش نکردی شما را تا وقتی که من شما را ندر آمدم گوش نکردم من شما را همچون دشمن می‌حسابیدم در خود تاجیکستان وقتی که شیشتم گوش کردم مقصد در کلای خود مقصد سر در بالش که موندی فکر کردی که کدام برای که در جمعی اوژه بیرون همی چیزا را میبینی درک میکنه هر روز یک کامپیر میبروه هر یا روز یک فیسک فاسادی میشه اوژه همو اوژه درت سخت میرسده من نه درکم که به خدا قسم هم میدرم یوتیوب دا تماشا میکنم یک چیزایی را میبینم که مقصد طرف تاجیکستان در روسیه تریش کردن در تاجیکستان یا زنک ظلم کردن زنک به خدا قسم زنک ولی دامی تمام تیک توک دام است اینترنت دام اجا است هم خیلی پروتیف در پرزیدنت میرسونه گپ اگر مردای ما همشون اگر رنگ همون بشیدن اگر رنگ همچون همون زنک اگر شجاعت میداشتن کو او ما وقت گپ نمیزدیم یا مقصد هم مرد زن هم کمتر درک میکردن همین درد ملت از ما گپ زنیم ای و هم 4 تا از داو گروش میگه که ایش ما هم 10,000 این مقصد 10,000 همین مهاجرو گپ میزنن نه که ما در خوجانچ هم در کلابش هم در دیگه جا مردمی داریم که بیچاره در توالت ها و در بیرنا و در چیلای زمستان در چیلای تابستان برف و باران در بیرون خواه مردم در عذاب ای خلق تاجیکستان شما کی روزی میرسد که کم ترک فکرهای خطانه مفکورهای خطانه ما بیزار شده ما نمیخوایم همین روسیه و همین خود موش بارین خودمان همین پس زدیم هم مقصد موش که شکستر میکنه که تا دیوال یگان شکافی را میدره ما چنین زندگی کردن بس است ما میخواهیم که در تاجیکستان آباد تاجیکستان نامش بیشتر سارا میگن که بیا که تاجیکستان بیشتر سارا کورستان اتاق خیلی بگیریم و همون تا که همون دوشنبه را برای همون 4 تا میومگی خودش یا دنگره خچه فاسون که اگه با خودی چاپلوسا 4 تا دام وجه آبادی آزادی وقتی که مردم در یا عدالت ندید در سود رفت در ایجاش رفت جلوت کرد در ایجاش رفت زمیناش گرفتن در اوجاش رفت خونش چپه کردن در کجای عدالت همی یک تا ببروین همی وقتی که میبروید چی میبروید همون 4 تا همون آدمایی که همی نمیدونم ما که ترافارت استفاده شون میبرن همی ترافارت که در تارش تاکسی های که میزنی همون 4 تا آدم استفاده بردهستن که ببروین یکان آدم های با عقلی که مقصد سیاست یا میبرن 4 تا معلم دیگر یکان سمشون میتن یا میگه اگر نمیبروی مقصد نخه یکان چی وعدش میکنن یا دستون پولش میتن میدرن اینجا گپ میزنن سر مردم ویرون کده همین را گفتنی هستم که کدامی که اگر میبروی شجاعت داره پشتی همین جناب یالیشه پشتی خاک بسر شه گپ میزنه
ببروین در پرامو افیر گپ زنن که مردم او را بشناسه در روزی او دانسته شوند شناخته شوند برای که ما همترین آدمی که چاپلوس او وقتی که خگه میزنه که وقتی که رفتین همه خلق عادی و آزاد رفت تاجیکستان را گرفت با میوه در جای شما در کار باشه اگر کم ترک بگه که من خواندم و این سوسومت داکیمنت دارم با میوه در بالای سر شما همه چاپلوس ها با میشوند معلم یا رئیس یا یک چیز دیگه ما نه را گفته سیم ما به این خاطر گفته سیم که همین چاپلوس مردم اصلا به چی قبول نکنه. تشکر برادر عزیز، تشکر زیاد. رولوسیا ای چی؟ السلام علیکم بار دیگر. رولوسیا اسلامی اگر شما از نسل اسلام باشید چقدر دامو نسل اسلام بردکا شهید شدن دامو مسلمان وقتی جنگ دام چی دام شهید شدن همون پرچه میره چیه نسل اسلام میمونید عاقبت اندایو میگوید این پرچم تاجیکستان همین تمام دیگه یگان چینه این آینده تاجیکستان پرچم همینه. بله برادر شما صحبت کرده بودید بله؟ ها ما تو سیم بار صحبت کردم ان شاء الله. برادر مهاجر. سلام علیکم برادر شما. علیکم السلام و رحمت الله. شما میگویید که این حکومت رحمانوف این یک جنگل است. در جنگل میگه که قانون نیست همین چیکار کنین ظلم کنین به مردم تاجیک پول کار کنین سوم کار کنین مرا سوم نگوین. بعد برادر شوکت احساس میکنید که اوضاع چی شده است؟ چی بگم اوضاع چی انداخته است؟ این چی بوده تو خوجندی تو کلوبی همه خیلی گاب رفته است برادر نکنین خیلی گپ کار کلوبی خوجندی همه ما یک برادریم اختلاف هم دستن در مبین ما خود ما انطلاق نکنین همه خوجندی کلوبی پومیری نگوین یک سر گریبون سر براریم برادرو این خانواده حکومتی خانواده از سری تخت سرنگون کنیم باید وظیفه مهون همین مال برادر شوکت. زنده باشید. تشکر زیاد برادر عزیز. یک زنگ از واتساپ خواهش کرده شدند قبول کنیم. الو السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شوکت جان من این برآمده شما همه شکوش کردم من میگم که شما چه مقصد داره در تاجیکستان آزادی ای من نمیفهمم اونا آزادی گفتن چیز میفهمن آزادی در تاجیکستان نه آزادی سخن است نه آزادی بیزنس است نه آزادی رفتار است نه آزادی یگان خیلی آزادی رو من نمیدونم آدمایی که مثلا از قشلاق شهر میبیایند در نظری باید دوشنبه یک بزرگ میتوقع برای که بغیر از دوشنبه وقت خودش دیدگی است اون درباره لهجه ها گفت بگید ها برای که کارتون پیش شود باید شما لحظی جنگل خیلی دیگه کنید تو ما ملت نشویم ملت همون وقت میشویم که آدم فقط عیبوز رفتارش از روی قابلیتش به آتیان از روی از کدام ناحیه کدام گجایه همین تاجیکستانی جهود باشد انا جوگی باشد مثلا چی ملتی باشد اوزبک باشد اگر وی نسبت ملت ما نسبت دولت ما رفتار درست داشته باشد ما چی فرق دارد که وی گجایه کی است تاجیکستانی است تاجیکستانی همه تاجیکا اگر ما یک جایه نشویم ما ملت نشویم یکون وقت پیش میره این حکومتدارای حاضره همه کسا از یک نوحیه نه از یک قبیله یک وقتی یک برادری دنگرگی و من خواهش دارم خود دنگرگی ای گفت برادر
منم دنگرگی هم یکم صفا ندارم. این فقط یک قبیله در سر دولت چطور خواهند کرد سوریا. شما ما را همون دنگرگی گفته ما را پوچ نکنه. باید میدونست که من سطح هم بلند بود وقت بسنده برای همون من با گپ زیادی زدن نمیتونید. میدونست که من اختشان من که میگم باید چی بود. وقتی که در اینا در سر دولت آمدن اساسا نگاه کنید در تکشن کمبیره دنگرگی چیست؟ ترگمش دنگرگی چیست؟ فهمیدید؟ در کدام زواد اینا چیستن فقط طلا و تورات کردیم دیگر یکم کار کردگی نیستن همون زوادا را تو آهداش فروختن فهمیدید؟ مثلا من توجیکی غیر کلوبی بدم حواظ برادران کلوبی خفه نشوم من 4 بار قریب میکشت برای چیه؟ برای توجیک میکنم در شهر بسیار آدم ها من میشناختن برای همین برای یکون چیز دیگه نه من یک کارمند دولتی بودم بعدی همون مثلا از بند رفتن اتحاد شوروی گویم همین حاضره حکومت‌ها سر دولت اومدن 80-90% آدمای انا چطور گویم تصادفاً در سر دولت اومد من مثلا در رایون شهر کار میکردم ما سطح رئیسای همون گویم حکومت رئیسای اسپاکام پیشنگیجا بعدی این دولت داره حاضر سر دولت را تعیین کردن فرق میکرد فرق از این طور عثمان را داشتن همه آدمای بسواد آوردن و در سر دولت موندن آدم بسواد چی دادن میتوند؟ هیچی باید فقط فکری چیزه و پول مال خود برای همون ریسپوبلیک ما یکم پیشنهاد نیست وقتی که رهبر فکری ملتشان میکنن رهبر رایون رهبر کشور رهبر بزرگ رئیس سلسله رئیس پستاده وقتی که وای فکری ملت نمیکنن فکری آدمایی که در اطرافش هستن نمیکنن خیلی پیشروی میشود یادش میبرد درباره دموکرات مثلا یک نمیدونه دموکرات از چیز همچنین دست دموکرات دیگر نمیدونه که دموکرات از چی برای همون هر یک کسی میبرد من شما یک بار گفته بدم شما سوال که دموکرات یک چیز بعد باید سطح تاجیکستان در کجا هست و بعد گپ زند بعد که هیچ چیز نمیفهمد یک آدمای تصادفاً قطعی شما گپ میزنید وقتی آدم ها رو میگید ممکنه آدم ها رو باید که تو جواب تو رو اقل فهم دموکرات یک چیز بعد یا قطعی من گفتم بله تشکر به شما برای همون انا شفقت جون میبخشید همون آدم های بعد حرکت کنید که همه ما لحظه داریم من از یک نوحیه هایم 56 کشور دارد 56 لحظه هست برای همون حرکت کردن در کار که آهسته آهسته زبان ادبی دولتی توجیکی کم شده زبان کوچکی برآمده پیش رفته زبان دولتی درست گپ زدن نمیتونه ما یک آدمای دور اتحاد شوروی نه تاجیک شدیم نه عروسی و حاضره چی؟ حاضره فقط تاجیکی میخوانن که و برای اتحاد تاجیکی های حاضره زنده باشید زنده باشید تشکر زیاد به شما حالا یونس جان را بشنویم یونس بفرمایید سلام خود را میرسونیم به تماشابینان اکا شوکت میبخشی همین دیرتر اومده موضوع در چیز تاکید برنامه تمام شده بود شما را دیدم نخواستم که شما سخن نکرده برنامه را به اتمام رسانم الو نگفتین موضوع در چیز که شوکت دیرتر در اومده موضوع آزاد است چی گفتنی هستی؟ آزاد است موضوع آزاد کی باشه گفتنیم که با همین برادری که گفت در حقیقتا راست یا جای در که میاد به سواد یک چیه در سر وظیفه با کدام با او خاطری که غم و امام علی خودش که به سواد را جمع کرده ترقیات تاجیکستان یک میده پیش نرفته سر با همین خاطر آره همین چوکان در کل ترقیات تاجیکستان پیش بره خلق تاجیک آزاد باشه آزادانه زندگی کنه
باید یا با سواد باندن در کار که تاجیکستان آباد شوه. آبادی را ما خیلی میبینیم، نه اینکه آبادی را ما بینیم در 4 تا گلو در یگان سیو هم خیلی چیزا دار. نه این آبادی فقط در جای آبادی خلق اگر که آزاد باشه از نه چه آبادی هست، نه خلق ما آزاد نیست در جا آبادی دیگه. این خدا داده به ایمان دیگه در سر وظیفه را خدا خور زایلش کنه که تیسر ای وظیفه آزاد کردن در کار که اگر خلق تاجیک روز با روز پس میشه هیچ وقتی بالا نمیشه خلق تاجیک. درست. برای همین برادر با آزادی خودش بره و این نمیره و با استیفا نمیره و با خیلی گپ نمیره و این همه نمیدون ما دیگه را چیش بگن آدمی نیست که در بوار کمی تاجیکستان یگان کس نمیخواه همی دیگه پریزیدنت باشه، نمیخواه. بله. نمیلیش نمد اگر بگه که این من همی تاجیکستان های همی تمام ترق کوچه شا بگه من اسفالت میکنم من در سر وظیفه بستم میگم من روزی نیستم. من همی آدم روزی نیستم، من پریزیدنت. برای که پریزیدنت نیست یک خلقی فقط تاجیک کرده. این رودی مثال که مسلمان میگیره مسلمانگاری هم نداره در وجودش. بله. دانیم که استیفا تمام واقعی هم اخیران استیفا گویی ما دیگه با استیفا هم دیگه نمیگومش دیگه بوار که دانم شالپایش در استیفا گویی را این ناموس نداره، این ناموس داشته باشه ببره برو آزاد بخیر. بله. زنده باشید برادر عزیز. تشکر زیاد به شما. دوستان هر آغاز را انجام است و اینجا نهایت برنامه امروزه ماست. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. در پناه خدا باشید.